نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. همونطوری که مستحضر هستید، در هفته گذشته در مورد جنگ بین ایران و اسرائیل صحبت کردیم و به خاطر اینکه این موضوع دارای اهمیت ویژه‌ای در بین همه مسلمانان و میشه گفت همه جهانیان برخوردار هست، این هفته هم در مورد این قضیه صحبت میکنیم. حوادثی که از نیمه شب گذشته به اصطلاح رخ داد تا الان اینو میرسونه که یک آتش بسی بین سه شیطان بزرگ، رژیم آخوندی و رژیم صهیونیستی و آمریکا به اصطلاح جاری شد. اما همونطوری که شاید در اخبار دیده باشید، تا ظهر امروز هم بعضی از موشک پراکنی ها بین اسرائیل و ایران ادامه داشت. بر صورت در این 11-12 روزی که گذشت و برنامه‌ای که در این زمینه داشتیم، شاید کسانی که با سوشال مدیا سر کار دارن کامنت ها رو دیده باشند و تعلیقاتی که بینندگان و عموم کسانی که این برنامه ها رو دیدن، بعضیا توهین کردن، بعضیا اهانت کردن، بعضیا تهمت زدن. خیلی طبیعتا برای توهین کردن و اهانت کردن و تهمت زدن دیگه کسی باجی نمیپردازه، راحت نشستن و هرچی که از ذهنشون تراوش کرد رو می نویسن. اما این رو یقین بدانیم که در مقابل هر حرفی که میگیم و هر حرفی که میزنیم در پیشگاه الله سبحانه و تعالی مسئول هستیم و مخاطب من انسان‌های دیندار است، انسان‌های که ادعا میکنن مسلمان هستن. خیلی راحت میشینه و کامنت میزنه که بله شما نمیدونم جاسوس اسرائیل هستید و شما جاسوس موساد هستید و شما فلان هستید و شما نوکر آمریکا و اسرائیل هستید. از این حرفا، شعارهایی که طبیعتا در ایران زیاد شنیدید. هر کسی که با رژیم ولایت فقیه مخالفت کرد متهم میشه به محارب، متهم میشه به جاسوسی، متهم میشه به بزدوری آمریکا و اسرائیل و استکبار و خلاص از این صحبت ها. بعضی از علما و دعوتگران هم، حالا اسمشون رو ذکر نمی کنم، پیام فرستادن و بعضیاشون واقعا طفلانه برخورد کردن با مواقف ما. اومدن گفتن که ببینید، برید کامنت ها رو بخونید، ببینید اکثر مردم برخلاف رأی و نظر شما کامنت دادن. هم جای گریه داره هم جای خنده. گریه از این که عالم ما، دعوتگر ما، کسی که ادعا میکنه که به اصطلاح چیزی از قرآن و سنت بلد هست، این فهمش باشه، این درکش باشه.
خنده از این که چقدر اینها کودکانه فکر میکنن، چقدر اینها از دین بیخبرن، چقدر از قرآن و سنت بی اطلاع هستن. و بعضی هاشون کسایی هستن که در اروپا و آمریکا زندگی میکنن و فکر میکنن که نظام اسلام هم حق هم مانند دموکراسی است. اگر رأی اکثریت در پارلمان آوردی خلاص تو میتونی حکومت تشکیل بدی، تو بر حق هستی. اما اگر رأی اکثریت با تو نبود تو دیگه کاری نیستی. اما در قرآن کریم و من این مخاطب، من تنها این جماعت علما و دعوتگرانی که این حرفا رو میزنن نیست، عموم کسانی که فکر میکنن در کامنت هاشون، در رأی و نظرشون، بله ببینید اکثریت چی میگن، ببینید که بیشترین کامنت ها چی گفتن. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم چیزی به نام اکثریت رو اصلا نمیپذیره، چون عموماً اکثریت انسان ها پیرو هوا و هوس می باشن. به طور مثال در قرآن کریم ما میخوانیم که الله سبحانه و تعالی میفرماید بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون، بلکه بیشترشان حق را نمیدانند و روی گردانند از حق. و اینکه امروز اگر اکثریت میان بر علیه ما یک حرفی رو میزنن، دلیل بر این نمیشه که ما بر باطل هستیم و اونها بر حق هستن، بلکه الله متعال میگه که اکثر نمیدانند حق را. در جای دیگه میگه وعد الله لا یخلف الله وعده ولكن اکثر الناس لا یعلمون، یعلمون ظاهرا من الحیاة الدنیا. میگه وعده الله سبحانه و تعالی حق است و الله وعده خود را خلاف نمی کند، ولکن اکثر مردم نمیدانند و آنچه که میدانند ظاهر زندگی دنیا هست، ظاهر بین هستند و این ظاهر بینی اینها دلالت بر حقانیت نیست. در جای دیگه الله سبحانه و تعالی میفرماید که و ما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. میگه اکثر اینها پیرو چی هستن؟ پیرو ظن و گمان خود هستن. گمان میکنن که این حرفشون حق است، گمان میکنن و این گمان کردن سبب حق بودن آنها نمیشه. و در جای دیگه الله سبحانه و تعالی میفرماید که فابى اکثر الناس الا کفورا، مگر اکثر مردم نیستن مگر اینکه کفر می‌ورزند. آیات زیادی در این مورد هست. مثلا میفرماید که ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انهم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. تو فکر میکنی که اکثر اینها میشنوند یا از عقلشون استفاده میکنن؟ بلکه اینها مانند چارپایانی هستند که حتی از چارپایان هم اینها گمراهتر هستند. در جای دیگه میگه که و اکثرهم لا یعقلون، اکثرشون از عقل خودشون استفاده نمیکنه. به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوار، آنچه که خدمت شما عزیزان بیان کردیم آیاتی بود، روایاتی بود در مورد اینکه اکثریت دلیلی بر حقانیت نیست. یک بیان برنامه کوتاه میگیریم و بعد از اون انشالله وارد موضوع برنامه این هفته میشیم. با ما همراه باشید. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي
السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجى هواها. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجى هواها. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجى هواها. نداء. با سلام دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. خب بعضی از دوستان چی میگن؟ شما 20 سال میشه، 10 سال میشه، 15 سال میشه از موقعی که برنامه دارید، چرا حرفتون تغییر نمیکنه؟ همیشه همین یک حرف رو میزنید. یعنی چی؟ یعنی امروز مثلا به خاطر اینکه اسرائیل و آمریکا با ایران درگیر شده با نظام ولایت فقیه، ما باید از دین، از منهج، از اصول و ثوابت اسلام
صرف نظر بکنیم بگیم که بله اینا آدمای خوبی هستن چون که با آمریکا و اسرائیل درگیر شدن. امروز به یکی از دوستان میگفتم که اگر یک روزی همین آخوندا پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله در دستشون باشه، بیت المقدس رو فتح بکنن، مسلمان ها نباید خوشحال بشن. میدونی چرا؟ چون بیت المقدس رو اگر اینا فتح بکنن به خاطر اسلام فتح نمی کنن، به خاطر اعلای کلمت الله فتح نمی کنن، به خاطر غرض و مرض خودشون، به خاطر مذهبشون، به خاطر نشر رافضه‌گری. چون دید اینها نسبت به همه این درگیری ها و همه این مشکلات سیاسی، اجتماعی، نظامی که با جهان دارن و با مسلمان ها دارن به خاطر اسلام نیست، به خاطر اعلای کلمت الله نیست. این تنها در مورد ایران نیست، در مورد نظام آخوندی نیست. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابی در ظاهر صحابی بود، جنگید، در میدان جنگ کشته شد، با شجاعت و مردانگی جنگید. صحابه در حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم ازش یاد کردن فلانی چنان جنگید، خوشا به حالش به درجه شهادت رسید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن هو فی النار، او در جهنم است. صحابه تعجب کردن چطور؟ تم برید در بین اشیایش بگردید، چیزی از مال غنیمت رو پنهان کرده. پس هر کسی که شهید شد در میدان جنگ، بالا اینکه صحابی باشه، تابعی باشه، بالا اینکه شیخ و علامه باشه، من و تو نمیدانیم که این واقعا به خاطر چی جانشو داده. شاید هم اهل دوزخ باشه، ولو اینکه اسمش اسم مسلمان باشه، زیر پرچم رسول الله صلی الله علیه و سلم جهاد کرده باشه. جای دیگر صحابه گفتن یا رسول الله، یکی به خاطر قوم و قبیله می جنگه، یکی به خاطر فلان می جنگه، یکی به خاطر غنیمت می جنگه، یکی کدام اینها فی سبیل الله است؟ فرمودن که من قاتل لتکون کلمت الله هی العلیا فهو فی سبیل الله. فی سبیل الله کسی است، مجاهد فی سبیل الله، که به خاطر اعلای کلمت الله جهاد کرده باشه. و اینها هدفشون اعلای کلمت الله نیست. هدفشون این نیست که والا مسلمان ها رو، مستضعفین رو از زیر یوغ استعمار نجات بدن. خود اینها استعمارگرانی هستن که به نام دین، به نام اسلام، به نام مذهب جهلی که درست کردن میخواهن مسلمان ها رو به استعمار بکشن. و ما در طول تاریخ دیدیم اینا رو. شما مثلا ببینید دولت شیعه فاطمی وقتی در مصر تأسیس شد، سبب سقوط بیت المقدس و سرزمین شام به دست صلیبی‌ها شد. و سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه وقتی که جهاد رو شروع کرد بر علیه صلیبی‌ها، اول رفت دولت شیعه فاطمی رو، همین در مصر، همین دانشگاهی که امروز اسمش ازهر است، اسمش زهرا بود و اینجا مرکز تشیع بود، دولتی مثل دولت آخوندی ایران، اول رفت اونو سرنگون کرد. وقتی بعضی اعتراض کردن که اینا که مسلمانن، اینا کلمه میگن، چرا اینها رو تو میکشی، چرا با اینها میجنگی، بهتر نیست بریم با یهود و نصارا بجنگیم؟ گفت تا وقتی که اینها باشن تو نمیتونی یهود و نصارا رو شکست بدی. و در تاریخ برید بخوانید هر موقعی که صلاح الدین ایوبی با کفار درگیر میشد، اینها یا در کنار کفار بودن یا پشت سر مسلمان ها رو ضربه میزدن. وقتی که حکومت شیعه فاطمی رو در مصر سرنگون کرد، بعد از اون بیت المقدس هم فتح شد، سرزمین های شام هم فتح شد و مسلمان تونستن که بعد از سالها، بعد از قرنها دوباره سرزمین های اشغالی رو از دست کفار به دست بیارن. پس مسئله این نیست که ما باید امروز چون تو فکر میکنی که فلان راه حق است، منم باید رأی اکثریت رو قبول بکنم و این کامنت های شما، نظرات شما سبب بشه که والله ما از مواقفمون، از ثوابتمون، از اصول دینمون، از اسس دینمون برگردیم. نه، هرگز چنین نیست. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در زمانی که ملت ها تغییر میکنن، امت ها تغییر میکنن، راه ها زیاد میشه، گمراهی در بین مردم زیاد میشه، به ما یک روش و منهجی رو میآموزانه که
باید بر اساس اون همه زندگیمون رو تنظیم بکنیم، چه در زمینه اقتصادی است، سیاسی است، نظامی است، فرهنگی است، تعلیمی است، در همه امور. قل هذه سبیلی، راه اسلام، راه رسول الله، راه قرآن و سنت یک راه است، پیچ و خمی هم نداره، میانبری هم نداره، یک راه واضح و آشکار است. ادعو الی الله علی بصیره، با بصیرت، با بینش آشکار و روشن به سوی الله مردم رو دعوت میکنم. انا و من اتبعنی، من یعنی من رسول الله صلی الله علیه وسلم و کسانی که از من پیروی میکنن. و سبحان الله و ما انا من المشرکین، پاک و منزه است الله سبحانه و تعالی و من از جمله مشرکین نیستم. و در جای دیگه الله سبحانه و تعالی میفرماید که لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا، برای هر کدام از شما ای مسلمانان ما شریعت و منهجی قرار دادیم، راه و روشی قرار دادیم. ما همه حوادثی که رخ میده در جهان رو بر اساس همین منهاج و شریعت الله سبحانه و تعالی میسنجیم. وقتی که زمان فتنه ها میاد، گاهی اوقات انسان نمیدونه که حق کدوم طرف هست، الله متعال به ما امر میکنه که فاستقم، راست وایستا، درست وایستا، بر راه حق بایست، مستقیم باش، مثل راه های گمراهی خودتو کج و معوج نکن. فاستقم کما امرت، همونطوری که الله امر کرده مستقیم باش، بر راه درست باش، بر راه قرآن و سنت باش. و در آیه دیگه میگه که و ان هذا صراطی مستقیمه، این راه من راه مستقیم است، راه قرآن و سنت واضح و آشکار است. یکی از فتنه های آخر زمان چی است که مسلمان ها گمراه میشه؟ میدونید؟ میگن دجال میاد، جنت هم داره، دوزخ هم داره، شعبده بازیایی هم داره به نام معجزه انجام میده. و بسیاری از اتباع دجال کفار نیستن، مسلمان ها هستن، مسلمان هایی که فریب میخورن. با 4 موشکی که بین ایران و اسرائیل رد و بدل شد، عالم ما، دعوتگر ما، مسلمان ما، سنی ما، همه جنایات و حقیقت مذهب رافضه‌گری رو فراموش کرده. بله، کسی که امروز در کنار ایران نیسته منافق است. فاستقم کما امرت و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، متابعت بکنید، پیروی بکنید از صراط المستقیم، صراطی که الله سبحانه و تعالی برای ما رسم کرده. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، و این میان راههایی که وجود داره اینها رو پیروی نکنید. منهج اسلام، دین اسلام یک دین شامل و کامل است، به این معنی که این دین رو با همون شمولیتش، با همون کمالش باید قبول کرد. یک گوشش اگر لنگید رفتی، گمراهی رفتی، از راه صراط المستقیم به بیراه رفتی. ثبات، پایداری بر منهج خیلی سخت است. یکی از دوستان میگفت که تعجب میکنم، یعنی شما این همه مخالفت ها، این همه توهین ها، این همه اهانت ها، هیچ راهتون رو تغییر ندادید؟ والا اگه تیکه تیکم بشیم راهمون رو تغییر نمیدیم. چون وصیت ابراهیم علیه السلام میدونید چی است؟ و وصى بها ابراهیم و بنیه و یعقوب یا بنیه ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. وصیت ابراهیم، وصیت یعقوب به فرزندانش چی است؟ پدر ما ابراهیم علیه السلام، پدر موحدین، پدر معنوی همه موحدین جهان، چی میگه؟ میگه که فلا تموتن الا وانتم مسلمون، نمیرید مگر مسلمان. یعنی بر منهجتون، بر راه و روشی که میدونید که یقین دارید که حق هست استوار بمانید و بر همین راه و روش و منهج بمیرید.
هر روز در 5 وقت در رکعات نماز چرا ما مأمور هستیم که یک سوره رو حتما بخوانیم؟ اگر این سوره رو نخوانیم نمازمون درست نمیشه. اون رکعتی رو که بدون این سوره بخوانی اصلا قبول نمیشه. اهدنا الصراط المستقیم، به ما راه مستقیم رو نشان بده، ما را هدایت کن به راه مستقیم. پیامبرم این رو میخواند، صحابه هم این رو میخوندن، تابعین هم این رو میخوندن، ائمه مذاهب هم این رو میخوندن، بزرگواران، اولیاء الله، همه انسان‌های مسلمان. حتی به قول صوفیا همونایی که به مرتبه یقین هم رسیدن باید این آیت رو بخونن، روزانه بخونن که اهدنا الصراط المستقیم، بار الها ما را به راه راست هدایت کن. چرا ای باید هر روز این رو تلقین بکنیم به خود ما؟ نه یک بار، نه 2 بار، 10 بار در 24 ساعت. چون هر لحظه امکان داره که انسان گمراه بشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند بار الها به اندازه یک چشم به هم زدن من را به حال خودم واگذار نکن. به همین دلیل است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فتنه های آخر زمان را وقتی بیان میکنن میفرمایند یأتی علی الناس زمان الصابر فیهم علی دینه که قابض علی الجمر. در آخر زمان روزهایی میاد که کسی که دینش رو، ایمانش رو حفظ بکنه مانند کسی است که آتش گداخته رو در دستش نگه داشته باشه. میتونید این کار رو بکنید؟ همین در طول 11 روز تا دلتون بخواد از مسلمان ها کافر شدن، منافق شدن، از دین خارج شدن، اصول و ثوابت رو زیر پا گذاشتن، قرآن و سنت رو زیر پا گذاشتن. به خاطر چی؟ ایران با اسرائیل درگیر شده. خب که چی؟ اینجاست که ما اهمیت این که هر روز باید 10 مرتبه بگیم اهدنا الصراط المستقیم درک میکنیم. چون هر لحظه امکان داره پای انسان بلغزه. یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. این قلب هر لحظه امکان داره به طرف گمراهی میل بکنه و دعای ما باید این باشه که الله سبحانه و تعالی قلب ما را به سوی عبادت الله، اطاعت الله سبحانه و تعالی منصرف بکنه. شداد ابن اوس رضی الله تعالی عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما یاد میدادن که این دعا رو بخونیم اللهم انی اسألک الثبات فی الامر. ثبات و پایداری در دین، در عقیده، در منهج کار ساده ای نیست، کار هر کسی نیست. والله اون عامی هم امکان داره که بلغزه، جناب شیخ الاسلام علامه هم امکان داره که بلغزه. کم پیدا میشن. در قرآن کریم میگه رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، مردانی که راست کردن و آن عهدی را که با الله سبحانه و تعالی بسته بودن وسط را عهد شکنی نکردن. انسان به خاطر پول، به خاطر دنیا، به خاطر منصب، به خاطر نام و نشان امکان داره که عهد و پیمانی که با الله بسته رو زیر پا بگذاره. بخاطر این تعدادی از مردانی هستند که اینها بر عهد و پیمانشان استوار ماندند. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مثالی رو خدمت شما عرض بکنم. امروز جناب علامه دکتر فلان ابن فلان فارغ التحصیل فاکولته شرعی، دانشکده شرعیات، الهیات فلان، برید فیسبوکشو ببینید، توییترشو ببینید، زده اصلا منهج و دین و قرآن و سنت و همه رو لت و پار کرده. به خاطر چی؟ به خاطر که گرفتار فتنه شده. بعضیا چی میگن؟ حالا که مثلا در کامنت ها نیستن شما 1% علم جناب فلان رو ندارید، شما چطور اومدید بعض اینها مثلا نقد کردید؟ جناب ایشان رو بگذارید بریم در زندگی صحابه. بعضی از ماها سیرت رو میخوانیم، تاریخ اسلام رو میخوانیم، اما درس‌های عقیدتی، درس‌های منهجی که باید از اون بگیریم رو نمیگیریم. نظرتون در مورد حضرت عمر چی است؟
فکر نمی کنم در دنیا سنی باشه، مسلمان واقعی باشه که در باره ایمان، اعتقاد، عزم، اراده، ثبات، پایداری سیدنا عمر شک داشته باشه. تعدادی اومدن گفتن آقا ما زکات نمیدیم در زمان ابوبکر صدیق. خلیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم لشکر را آماده کرد که بر اینها حمله بکنه یا بیان همه ارکان اسلام را آنطوری که است. گفتن دین ما دین کامل شامل است، یک جزئیشو قبول نکردی، 1% لنگیدی، تمام. عمر دوان آمد، یا خلیفه رسول الله میخوای با کسایی بجنگی که میگن لا اله الا الله؟ امروز یکیش میگه بالا این آخوندام که لا اله الا الله میگن، به خدا ایمان دارن، به رسول الله ایمان دارن، به قرآن ایمان دارن، طرف قبله نماز میخوانن. یکی دیگه تو لندن نشسته تو صفحه فیسبوکش پیامی برای من فرستاده، آی اینا اهل قبله هستن، اینها چطور شما میگید که اینا این هستن اون هستن؟ همین حرفا رو حضرت عمر اومد به حضرت ابوبکر گفت چطور میخوای با اینا بجنگی؟ اینا لا اله الا الله میگن، اینا نماز میخونن، اینا به طرف قبله عبادت میکنن، این هستن اون هستن. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در جوابش میگه که ای عمر، من زنده باشم و نقصی در دین رسول الله صلی الله علیه و سلم ایجاد شود، والله کسی اگر بین نماز و زکات فرق بگذارد، یکی را قبول کند دیگری را قبول نکند، با او می جنگم. حضرت عمر وقتی این روایت رو بیان میکنه میگه بعد از این صحبتی که با ابوبکر داشت، اون صحبت طولانی است، میگه الله دلم رو باز کرد به خاطر این چیز. بله گاهی اوقات صحابه و شخصی مثل سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه هم امکان داره که در جایی دچار تردد بشه، دچار تزلزل در منهج بشه. چطور میخوای با اینها بجنگی؟ و اینجا به ما نشون میده این حادثه که چرا ابوبکر از عمر افضلتر است، چرا ابوبکر در مقام اول قرار داره، به خاطر ثبات و پایداریش در منهج. مشرکین جمع شدن، اومدن گفتن ابوبکر خبر هستی که محمد چی گفته صلی الله علیه و سلم؟ فرمودن چی گفته؟ گفته که دیشب بلند شده رفته بیت المقدس، اونجا هم رفته آسمان، جنت و دوزخ رو هم دیده و برگشته. گفت خودش گفته، از زبان خودش. گفتن والله از زبان خودش شنیدیم. گفت مادامی که اینو گفته راست گفته، دیگه نپرسید. گفت مادامی که خودش گفته، به خاطر همین بهش میگیم ابوبکر صدیق. امروز ببینید 11 روز جنگ آخوند و اسرائیل، عالم دین ما، دعوتگر ما، دکتر ما رو به اسفل سافلین میندازه. به خاطر چی؟ به خاطر که منهج نیست، به خاطر که فهم صحیح از قرآن و سنت نیست. یکی از تابعین قصه میکنه، میگه در بغداد دیدم امام احمد ابن حنبل رو که کشیده بودنش بیرون در میدان بغداد، شلاق میزدن. میگه شلاق اول رو که بهش زدن گفت بسم الله، شلاق دوم رو که زدن گفت لا حول ولا قوة الا بالله، شلاق سوم رو که زدن گفت که القرآن کلام الله غیر مخلوق، ضربه چهارم رو که بهش زدن گفت که قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا. فکر کنید همه جهان اسلام، خلیفه عباسی و همه جهان، علما، دعوتگران، همه بر این متفق شدن که قرآن مخلوق است. مانده احمد ابن حنبل، کسی که منهج داره و بر منهج خود استوار و ثابت و پایدار است، صابرا محتسبا، متزلزل نشده، ظرف 11 روز با 4 تا موشک دین و ایمانش رو از دست نداده، بر منهج خود پایدار و استوار مونده. میگه که حساب کردم در همون مجلس 28 ضربه شلاق بهش زدن و این غیر از همین اذکار هیچ دیگری نمیگفت. آخر چی شد میدونید؟
همه اون جهان اسلامی که میگفتن قرآن مخلوق است، همه از بین رفتن. یک نفر ثابت و پایدار بر دین و منهجش ماند. امروز همه جهان اسلام میگن که قرآن کلام الله هست، مخلوق نیست. دکتر ما در اولین عالم ما، دعوتگر ما، در اولین موشکی که ایران شلیک کرد به طرف اسرائیل، خودشو خیس کرد، تموم شد، رفت. الله متعال میگه که یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. الله سبحانه و تعالی ثابت قدم می‌دارد مؤمنین را در قولشان، در عملشان، در زندگی دنیا و فی الاخره، و در آخرت. و یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. و گمراه میکند انسانهای ظالم را. کوچکترین فتنه پاش میلغزه. به خاطر همین است که باید دعا بکنیم که اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. چرا این دعا را میشه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم این دعا رو میکرد، صحابه میکردن، و ما هم مأموریم که این دعا رو روزانه بکنیم بعد از نمازها، در اذکار صبح، اذکار شام. چرا؟ چون که والعصر، قسم به زمانه، ان الانسان لفی خسر. انسان همیشه در حالت زیان است. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مگر مؤمنین و کسانی که عمل صالح انجام دادن، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، همدیگر رو توصیه کردن به حق، همدیگر رو توصیه کردن به صبر. توهین میکنن، اهانت میکنن، او فلان است که موساد است، که جاسوس است، که آمریکاست، که انگلیس است، که فلان است، که این است. آسان نیست. این صبر است که انسان در حق باید داشته باشه. طرف حضرت علامه شیخ الاسلام ملا، دکتر، دعوتگر، عالم دین، 24 ساعت هزین رو به این رو شد. و بعضی از اینها نه تنها متزلزل در ثوابت و اصول دین هستند، بلکه به قول حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که میفرمایند اذا خاصم فجر، وقتی که با کسی دشمنی کرد به درجه فسق و فجور میرسه، شروع کردن به تهمت ها و اهانت ها و تو اینها. آقا هر کس با ایران نیسته منافقه. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه میگه که من جعل دینه غرضا لخصوماتی، کسی که دین خودش رو به خاطر خصومت و دشمنی که با کسی داره عوض میکنه، تغییر میده. اکثر التنقل، یک روز ببینی یک طرف است، یک روز ببینی یک طرف است، یک روز بگی با این است، یک روز ببین با اون است. منهج نیست، ثبات نیست، پایداری نیست. به خاطر همین باید دعا بکنیم که یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ثبات و پایداری بر دین بزرگترین نعمتی است که الله متعال نصیب میکنه. و دعا بکنیم که اللهم انی اسألک الثبات علی الحق. انسان ثابت قدم بر حق بمانه. حدیث جالبی بود امروز خوندم، میخوام برای شما عزیزان نقل بکنم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اذا رأیت شحا مطاعا، وقتی که دیدی که انسان بخیل، مال دوست، که بیش از حد حب مال داره، اکثر اینایی که امروز طبل ایران رو دارن میزنن و سنگ ایران رو به سینه میزنن، سنگ آخوندها رو به سینه میزنن، همونطوری که گفتم اینا علفخورای آخوندها هستن. دادن یک زمانی به اینها دادن، هنوزم دارن بهشون میدن. به همون اندازه که ایران حکومتش در داخل در بین مردم شریف ایران منفور است، چرا در خارج مقبول است؟ به خاطر که پول مردم بیچاره ایران رو به این بده، به اون بده، به این حزب بده. و اکثر اینها جیره‌خواران شورای اخوت و جمعیت اصلاح و بعضی از اعضای اخوان المسلمین و اینا، چون هر سال اینا رو در هفته وحدت اونجا دعوت میکردن، جیباشون رو پر میکردن. امروز دیگه باید حساب پس بدن.
و هوا متبعا. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کسی که پیروی از هوا و هوسش میکنه، هوا و هوس شخصی که باعث انحرافش از حق میشه، و دنیا مؤثرة. و دنیای مؤثره یعنی چی؟ دنیایی که تاثیرگذار است، لذت‌های دنیا. و این تجملات دنیا در اصول و ثوابت و دین و عقیده و منهجش تأثیر گذاشته. و اعجاب کل ذی رأی برأیه. و هر انسانی که صاحب یک رأی، صاحب یک نظر است، چنان مغرور است به رأی و نظر خودش که تو اگر انسان خوبی بودی تو رو در BBC و صدای آمریکا و افغان اینترنشنال و ایران اینترنشنال و در طولو و در کانال هایی که همیشه بر ضد اسلام و مسلمان ها کار کردن تو رو طلب نمی کردن، دعوت میکنن در اونجا تو رو. به خاطر چی؟ به خاطر که باب دلشون گپ میزنی. فعليك بخاصة نفسك ودع عنك امر العوام او العامه. میگه وقتی که این چیزها رو دیدی، اینجور انسانها رو دیدی، چیکار بکن؟ در این صورت میگه که با خلوص نیت، با اخلاص، راه الله سبحانه و تعالی رو، راه دین رو، راه قرآن و سنت رو محکم بگیر و بگذار سخنان عوام الناس رو، عامه مردم رو، که اینها مواقفشون، حرفهاشون از احساسات، از عاطفه سرچشمه میگیره، از دین، از منهج، از قرآن و سنت که نیست. پس در زمانی که ما زندگی میکنیم و زمان فتنه هاست، ثابت بودن بر قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نعمت بزرگی است و استقامت و ثبات بر دین سبب پیروزی و کامیابی و نجات انسان است. ما یکی از صحابه داریم، یکی از صحابه‌ای که واقعا صحابه‌ای از شخصیتی است منحصر به فرد. هر کدام از صحابه ویژگی‌های خاص خودشون دارن. صحابه‌ای داریم به اسم حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه. ویژگی این صحابه چی است؟ همه مردم می اومدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم از خیر میپرسیدن، این می اومده از شر میپرسید. خودش چی میگه؟ میگه کان الناس یسألون رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الخیر و کنت اسأله عن الشر. مردم می اومدن از خیر میپرسیدن، من میرفتم از شر میپرسیدم. چرا؟ مخافت ان یدرکنی، به خاطر اینکه گرفتار نشم. و چه بسیارن امروز کسانی که گرفتار شر میشن. حتی سیدنا عمر در زمان خلافتش محتاج حذیفه بود. هر کاری میخواست بکنه، بر شخصی میخواست یک وظیفه بده، با حذیفه مشوره میکرد. به حذیفه میگفتن امین سر رسول الله صلی الله علیه و سلم، امانتدار سر رسول الله صلی الله علیه و سلم. حتی اسمای منافقین رو میدونست. مثلا حضرت عمر وقتی میخواست یک فرمانداری رو تعیین بکنه، حذیفه رو میخواست، میگفت فلان ابن فلان رو میخوام مثلا فرماندار اهواز تعیین بکنم، و جمله منافقین هست یا نیست؟ حذیفه میگفت هست مثلا، خلاص تعیینش نمیکرد. میگفت نه نیست، تعیینش میکرد. این ویژگی حذیفه رضی الله تعالی عنه سبب شده بود که فتنه ها رو درک بکنه. احادیثی رو که در باب فتن روایت کرده حذیفه رضی الله تعالی عنه واقعا امروز به درد امت میخوره که این احادیث رو بخونن، چون ما در زمان فتنه ها زندگی میکنیم که انسان سبحان الله شب مسلمان است، صبح کافر است، صبح مسلمان است، شب کافر است. دین خودش رو در مقابل یک مشت از متاع دنیا میفروشه، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر میکردن. 11-12 روز جنگ کردن. چقدر مسلمان ها لغزیدن، چقدر مسلمان ها
شاریدن به قول افغانها. و ما بارها گفتیم این جنگ های زرگری است. می‌دونید جنگ های زرگری یعنی چی؟ نه به خاطر دین است، نه به خاطر اسلام است، نه به خاطر مسلمان، به خاطر منافع و مصلحت خودشون هست. و روزی اگر دیدید که این آخوندا با پرچم لا اله الا الله بیت المقدس را دست اسرائیلیا گرفتن، بدانید که فلسطین از یک اشغال خارج شده، وارد یک اشغال دیگر شده. فرقی بین اشغالگران کنونی بیت المقدس و فرق بین آخوندها نیست. همه اینا اشغالگرن. 5 قرن است که ایران رو اینا اشغال کردن و همینها با سرزمین عراق چه کردن، با سوریه چه کردن، با یمن چه کردن، با کشورهای اسلامی که اینها در اونجا نفوذ و سلطه‌ای داشتن چه کردن. همه اینها رو باید ما امروز فراموش بکنیم. یکی از عزیزان اومده چی میگه؟ میگه که ما یک منهجی داریم در قرآن که الله سبحانه و تعالی در مورد روم گفته غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون، و در اینجا الله سبحانه و تعالی مسئله روم رو، فارس رو، اهل کتاب و مشرکین رو ذکر میکنه و به خاطر همین ما باید چی کار بکنیم؟ باید در کنار ایران بایستیم، چون که الله متعال در سوره روم میگه که یومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله. الله متعال در اونجا نصر، پیروزی رومی ها بر علیه آتش پرستان مجوسی رو پیروزی الله گفته. اولا در تفسیر این آیه باید بگیم که اون نصر الله که در اونجا ذکر میشه پیروزی مسلمان ها در روز بدر است که اتفاقا در همون روز رومی ها بر علیه فارس ها پیروز شدن. رأی خیلی از مفسرین این است. وانگهی بله، ما در اسلام یک دشمنی که ضررش بیشتر باشه با یک دشمنی که ضررش کمتر باشه، وقتی یکی بر اون که ضررش بیشتره به اون که به ضررش کمتره پیروز بشه، ما باید خوشحال بشیم. حداقل اون ضرر بزرگ از ما دفع شد. اما در قرآن کریم امروز یکی از امین عزیزانی که به خاطر این مسائل بحث و جدال میکنن بیان بگن که آیا آخوندها مشرک نیستن؟ آیا اعمالی که اینها انجام میدن اعمال شرکی نیست؟ آیا اینا مردم رو دعوت به شرک نمی کنن؟ و الله متعال در قرآن میگه لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. 2 گروه بدترین دشمنان ما هستند، یکی یهود، یکی هم مشرکین. و اینها مشرکن. من از ملت ایران عموم شیعیان صحبت نمی کنم، از این نظام صحبت می کنم که در رأسش همین مشرکین هستن. و اینها دشمنند، اونا هم دشمنند. هر کدام اینها پیروز بشن به ضرر امت اسلامی است. چه اسرائیل جنایتکار پیروز بشه، چه حکومت ولایت فقیه جنایتکار پیروز بشه، هر دو اینها به ضرر اسلام و مسلمان ها هستند. اما مسلمانی که باید صاحب منهج باشه، صاحب هدف باشه، صاحب یک پرچم خاص و مستقل باشه، امروز متاسفانه با ذلت و خواری رفته مقلد شده. تبعیت حتی در بین عوام که هست، متاسفانه حتی در بین دعوتگران ما، علمای ما، در بین احزاب اسلامی، این تبعیت متاسفانه وجود داره. خب دوستان عزیز، حرفای زیادی برای گفتن داریم، اما از همین لحظه به بعد شماره تماس برنامه را عزیزان زیرنویس میکنن. دوست داریم در لابلای صحبت ها سخنان شما عزیزان رو هم بشنویم و ان شاء الله در رابطه با موضوع برنامه گفتگو بکنیم. یکی از دوستان میگفت خب آتش بس کردن فلان کردن. ببینین آتش بس کردن، جنگ کردن به خاطر مصلحتشون، آتش بس کردن به خاطر مصلحتشون. نه ربطی به اسلام دارن اینا، نه ربطی به مسلمان ها دارن.
این همه ادعا کردن بعد از 2 سالی که غزه به خاک و خون کشیده شد، بیش از 50-60 هزار نفر به شهادت رسیدن. آیا وقتی که اینا میخواستن آتش بس کنن نمیتونستن یک شرطی بگذارن که به یک شرط آتش بس میکنیم، دیگه اسرائیل رو نمیزنیم که جنگ رو متوقف کردنش که هیچی، حداقل راههای کمک‌های انسانی رو باز بگذاره اسرائیل برای فلسطینی‌ها؟ نه، بدون قید و شرط آتش بس کردن. پس نه جنگشون برای اسلام و مسلمان‌ها و برای فلسطین بود و نه آتش بسشون برای مردم فلسطین و برای اسلام و مسلمان هاست. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شب شما بخیر استاد انصاری بزرگوار. سلامت باشید. شب شما بخیر، بفرمایید. سلامت باشید استاد انصاری. در ابتدا بگویم که ما صداقت کلام شما را کاملا استاد انصاری درک میکنم. بسیار اشارات قابل تأمل ارائه کردین استاد انصاری به همون ترتیبی که قبلش هم شما و بسیاری دوستان روشندل گفته بودن که این جنگ‌های زرگری است و غرب بر رافضی‌های مشرک در منطقه نیاز دارن و بالاخره سلاحشان رو بفروشن. بالاخره خیلی موارد دیگه که قبل که رافضی‌ها به دردشان میخوره، مسلمان‌ها به دردشان نمیخوره، اونایی که محکم پای دینشان استادن. اینا اگه بخوایم به خدا که از دینشان تیر میشن، از یک چیز دیگه شان تیر میشه که زیاد ذکرش درست نیست. اجازه همه چیز. بنابراین در سال 1979 جیمی کارتر از نوفلوشاتو نفر آورد به تهران. خب حکومتش چی مشکل داشت؟ اگه که قرار باشه دشمنی غرب با عقیده ما باشه، خب غرب زمانش که همه جور آزادی بود، اما مسائل بود خب باید به دردش میخورد، ولی نمیتونستن. نه و برنامه‌ای که برای خاورمیانه و برای کشورهای اسلامی داشتن نمیتونستن در حکومت ببینه و بالاخره اینا را آورد که شما یک بار محاسبه کنید از 48 سال به این طرف ببینید که اینا چی کردن، که چی ها که نکردن با ما، با افغانستان، با عراق، با همین غربی ها همکاری کردن، چی ها که نکردن. بنابراین میخواستم بگم استاد انصاری، میخواستم صحبت شما و بسیاری دوستایی که به این نظر بودن که این جنگ‌های زرگری است بالاخره صلح هم میکنن، به دردشان میخوره، اینا کاملا درست حساب درآمد استاد انصاری. درست. دقیقاً. زنده و سلامت باشین. ما وقت دیگه دوستا رو نمیگیرم، شاید زنگ بزنید. زنده و سلامت باشین. سلامت باشید. میشم تا صحبت شما رو بشنوم. سلامت باشید. تشکر از شما. زنده باشید. بله، سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز جور هستین، بخیر خیر ان شاء الله جور صحتمند باشید. سلامت باشید. زنده باشید. استاد عزیز برنامه تان از اول دیدم، خدا کنه چیم سختی نشم. یک سوال دارم، اگر میخواید جواب بدید به دل شما، اگر نه کنم وقت دیگه. در رابطه با موضوع برنامه باشه، چرا نه؟ با بانی میراث است استاد عزیز. پس روز جمعه انشاءالله. صحیح استاد عزیز. تشکر. سلام علیکم. من عزیزانی که سوالات شرعی میپرسن در برنامه اون روسته که چون این برنامه همزمان هم در ندای حق و هم در شبکه جهانی نور پخش میشه. در شبکه جهانی نور الله متعال حفظشون بکنه استاد زهرابی هستن و برنامه پرسش و پاسخ دارن، برنامه فتوا دارن و طبیعتا میدونید که شاید در بعضی از مسائل فقهی جوابها بین علما و آرای مذاهب، حالا ما در زمره علما نیستیم، ما نظرات علما رو در اینجا بازگو میکنیم. گاهی اوقات در بعضی از مسائل، در بعضی از فروعات دین شاید فرق داشته باشه، اجتهادات فرق داشته باشه. بخاطر که دوگانگی در شبکه ایجاد نشه، من در برنامه آن روز که به سوالات شرعی پاسخ نمیدم. دوستان این موضوع رو حتما در نظر بگیرن. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. استاد برنامه واقعا قشنگ و دلنشینی بود. ما توی جنگ واقعا طرفدار خود ملت ایران هستیم، ملتی که فقط گوشت جلوی توپ شدن از طرف روافض و یهودیان، بهتر گفت صهیونیست.
ارزم بزرگتون ملت ایران باید حالا به خودشون بیان. حالا این جنگ شاید یه فرصت بشه که عمیق‌تر فکر کنن به باورهاشون، به چیزهایی که بهش باور داشتن و اینکه آیا این درست یا نه. حالا شاید بهتر، شاید معنوی‌تر شده باشن امروزه چون وضعیت جنگیه. ارزم بزرگتون حالا این جنگ هم که تمام میشه مثل بقیه جنگ ها، ولی خب یک میراثی اگه این حکومت هم از بین بره، ولی یک میراث این روافض به جا گذاشتن به اسم شرک و وفور در دین بدعت ایجاد کردن که متاسفانه ایرانی ها واقعا اینو جزء از دین الان میدونن. یعنی بلند میشن میشینن جز ذکر الله رو میگن یا فلانی یا فلانی، هر چیزی میشه میگن یا فلانی. درست. حالا تازه شروع کار است برادر عزیز. الان شما ببینید به مجرد این که الان این آتش بس صورت بگیره، اینا یک کمی خودشون رو جمع جور بکنن، بعد ببینید هرچه مخالف شیعه داشته باشن، مخالف سنی داشته باشن، مخالف لیبرال داشته باشن، مخالف آزاداندیش داشته باشن، به نام اینکه جاسوس آمریکاست، جاسوس اسرائیل است، همه رو تصفیه میکنن. چون این حکومت‌های دیکتاتوری، این گونه حکومت‌ها با جنگ زندن، با درگیری زندن. یک سالی از عمر اینها نمیگذره مگر اینکه اینها باید خودشون رو با کسی درگیری بکنن. حالا در طول این 40 سال آیا شما یک سال رو سراغ دارید که حکومت ایران با یک کشوری درگیر نبوده؟ اصلا بله. و از مردمش بگیر تا همه حکومت‌ها حتی تهدید کردن رهبر، چقدر سعودی عربی رو تهدید کرد، کشورهای عربی رو بی‌خاصیت دونست، در صورتی که اصل بی‌خاصیت خودشه. درست. و مهم اینه که مردم ایران الان یکم مثلا الان شاید براشون چون موقع جنگی یکم وقت بیشتر دارن، چون بیشتر مرکز بسته است اینا، قرآن که هست با سنت رسول الله که اکثرا اصلا هیچ آشنایی ندارن متاسفانه. درست. قرآن هست، قرآن یک بار با ترجمه فارسی از منابع معتبر السنت که واقعا ترجمه راستین کرده باشه، چون متاسفانه اینا یه جور ترجمه میکنن این آیه رو وصل میکنن به یه امام، نعوذ بالله. اینا اصلا افت هیچ حیا، افت هیچ. واقعا خیلی من چند تا اپ رو دانلود کردم، ترجمه رو میخونم، خدا این چه ترجمه کرده. درست. تو پرانتز میزنه این منظور این فلان امامه، منظور این فلان رویدادی که مثلا این امام رو تایید میکنه. بودم خدا اینا از هیچ نمیترزن. یعنی مرگ حالا تو این جنگ نیاد، یه روز دیگه که مرگ میاد و این که بزرگترین گناه جز شرک، خداوند گفته دیگه بازنده کسی که یعنی تو این دنیا و دنیا کیه، از کی بازنده است؟ کسی که با الله شرک کرده کسی هست نیست. درست. حالا خواستم بهشون میگم بشینن خودشون یک بار قرآن قشنگ با ترجمه راستینش یک بار بخونن، عقاید خودشون هم بذارن وسط. درست. دیگه خودشون گول نزنن دیگه. همین خواستم به ملت ایران میگم، چون که بدتر از این جنگ این عقایدی که این آخوندا بهشون تحمیل کرده. درست. تشکر شما. سلامت باشید. زنده باشید. مثلا بعضی از کاسه های داغ‌تر از آش رو ببینید، ببینید آمریکا زد، آی ایران، آی اسلام، آی مظلوم، آی فلان. 2 روز بعد ایران میاد پایگاه آمریکا رو در قطر میزنه. نتیجه جمهوری اسلامی چنان راکت باران کرد آمریکا رو زد. تاریخ 22 جون، یک روز بعد از حمله آمریکا، در وبسایتی ایرانی است به نام امواج نیوز یک خبری در اینجا در صفحه انگلیسیش پخش شد، بعد 2 روز بعد اینو ترجمه کردن، در بخش فارسی هم گذاشتن. دوستان این صفحه رو نشون بدن. آمریکا پیشاپیش ایران را مطلع کرد و تاکید داشت که حمله به سایت‌های هسته‌ای فقط برای یک بار است. اول اینو بهتون بگم، پیش از اینکه بزنه به اونا خبر داده بود از 10 روز به این طرف که آهای ما میزنیم، همه چیزها رو انتقال داده بودن. آنچه بود نبود خالی بود. یک جای خالی رو اومدن بمباران کردن و موشک زدن و مسلمان‌های ساده اندیش و ساده لوح رو فریب دادن. خودشون میگن. خب چی میگه؟ شرح خبر: رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ اعلام کرد که 3 تأسیسات کلیدی هسته‌ای در ایران نابود شدند و هشدار داده بود اگر صلح به زودی برقرار نشود حملات بیشتری انجام خواهد شد. این در حالی است که به اطلاع امواج میدیا رسیده است که واشنگتن پیش از حمله
تهران را از این اقدام مطلع کرده است و یک منبع بلندپایه سیاسی در ایران که نخواست نامش فاش شود تایید کرده که دولت ترامپ در 31 خرداد یعنی 21 ژوئن پیامی به ایران منتقل کرده مبنی بر اینکه قصد درگیری همه جانبه را ندارد و هدفش صرفاً حمله به سایت‌های اسلحه‌ای فردو و اصفهان و نطنز بوده است. این منبع همچنین تایید کرد که سایت‌ها هدف قرار گرفته پیشتر تخلیه شده بودند و پیشتر ذخایر یورانیوم غنی شده ایران در مکان‌های امن نگهداری می‌شود. جزئیات مفصل در اینجا آوردن. اینجا کاملا در اینجا همه اینا رو با تفصیل ذکر کردن. حالا بازم بگید که اینها جنگ زرگری نیست. در خبر دیگر دوستان عزیز که امروز صبح پخش شد، این سفرم دوستان اگر نشون بدن، به قول عزیزان هراتی میگن، بعضیا رو میگن انسان‌های دنلق. دنلق یعنی که کسی که حرف رو تو دهنش نمیتونه نگه، دهنش لقه به اصطلاح، و حرف تو دلش نمیمونه، یعنی سر رو نمیتونه نگه داره. ترامپ امروز اومد صبح از ایران به خاطر اطلاع رسانی زود هنگام تشکر میکنم، حمله بسیار ضعیفی بود. ایران هم که خواست به پایگاه آمریکا در قطر حمله کنه پیش از پیش اونا رو خبر کرده بود، اونا هم همه تجهیزاتشون رو جمع کرده بودن، سربازاشون رو برده بودن. موشک‌هایی هم که شلیک کردن یا در هوا زدنش یا جایی سقوط کرد، اصلا تلفاتی نداشت. و شما تصور بکنید 11-12 روز جنگ ها با موشک های بالستیکی و نمیدونم فاتح و خیبر و نمیدونم فلان و این و اون هم دیگر رو زدن. تعداد کشته هاشون رو ببینید و تعداد کشته های غزه رو ببینید. در گیرودار این جنگ زرگری این دوتا دشمن مسلمان های سادلو و احمق ما غزه رو فراموش کردن. دیروز بیش از 220 نفر در غزه به شهادت رسیدن. اینها با این موشک ها هم دیگر رو میزنن، 200 تا نمیدونم هواپیما از این ور از اون ور میره بمباران میکنه، آخرم 4 نفر زخمی میشه، 5 نفر زخمی میشه. و در غزه در یک روز بیش از 200 نفر در ظرف کمتر از 2 سال، 1 سال و 6-7 ماهی میشه که بیش از 60,000 نفر به شهادت رسیدن. پس دشمنی هر دو طرف با کی است؟ با مسلمان واقعی است، با اهل سنت است. سپاه پاسداران ایران به سرکردگی جنایتکار لعنت الله علیه قاسم سلیمانی و زینبیون و فاطمیون و آشغالیونشون اومدن در سوریه در ظرف کمتر از 2-3 سال بیش از 1 میلیون نفر رو به شهادت رساندن. میلیون ها نفر مهاجر شدن، میلیون ها نفر در زندان ها. سیدنایا رو که دیدید بعد از آزادی سوریه، کسایی که 30 سال 40 سال در اونجا زندان بودن. در عراق بیش از 1.5 میلیون انسان رو در اونجا قتل عام کردن، از علما، از دعوتگران، از ائمه مساجد، خطبا، از بزرگان اهل سنت، عامه اهل سنت. ایستای بازرسی داشتن، فقط ماشین رو نگه می‌داشتن، کارچه شناسایی رو می‌دیدن. اسمش ابوبکر بود، عمر بود، طلحه بود، زبیر بود، عثمان بود، کناره، علی بود، جعفر بود، حسن بود، حسین بود، ولو که سنی هم بود میذاشتن بره. همشون رو اعدام میکردن. این قتل عامی که اونها کردن بر اساس کارت شناسایی. بعد یک تعداد از انسان‌های ساده لوح ما میان چیکار؟ بالا ایران با اسرائیل درگیر شده. بیننده گرامی بفرمایید. بله بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام آقای انصاری. یکم بار من با شما هم صحبت میشم. بفرمایید. میخوام در باره یک موضوع خبر دیم. بسیار فارسی زبان ها هستن، اکثریتشون از دولت ایران. وقتی که همین سفر میکنن به اروپا، بعضی با برادرای خودم شیشتم صحبت کردم، بسیاری هاشون وقتی میآیند اگر خبر داشته باشید نباشه باشید
شکایت از دین میکنن. بسیاریشون خیلی فایده کلانشون به خاطر از دین گویم برگشتن به دین خریستیان یا که گویم به دین نصارا. میخوام از شما که کوتاه درباره این موضوع صحبت کنید که مقصد برادرات دل موندن از دین اسلام. حالا که دین اسلام این دینی هست که خودتون میدونید بهترینه، ولی من نمیدونم فکر اونها چگونه هست که بسیارشون همین گویم دردشون از دین میکنن. باور کنید فکرشون تماما تغییر تماما دیگر است. نظر بگویم با تاجیکای ما که همینقدر مشکلیات در سر ما هست در روسیه، هم در تاجیکستان هم و در کجایی که نباشد، مثلا 100 سال در همین جهان شوروی مثلا، ولی اینها نمیدونم در یک وقتی کوتاه سرزنش از دین میکنن و میگن که از دین برگشتیم. حتی من خود با خودم هم صحبت شده بعضی شرم دارم، ولی خیلی من زیغ شدم راستی گپ. خیلی که همزبان هستیم، درست. با هم میخوام در بوره همین کمتر کوتاه شرح میدادیم. بسیار خوب باشه، چشم انشالله. تشکر از شما. یک چیز دیگر هم میخوام قید کنم. ولی ما حق داریم که مثلا با من یک برادر از اگر شما دانید این گوشه که گفتنی دولت است در روسیه اگر خبر داشته باشید کوتاه اگر ما در مورد چی؟ یک دولت هست در درون روسیه این گوشه اگر خبر داشته باشید. این گوشه بله. بعد اونجا شیشانی اینها توشون همزبان هستن، اگر دونید زبانشون هم درست یک هست ولی جدا هستن. اما برادر هم صحبت شد گفت که وقتی ما تاریخ ما کوتاه گفت پدر و بابامو میگن وقتی که همین شیشانی از خریستیان به اسلام گذشت با همین این گوشها خیلی جنگ کردند که تا اینکه اسلام قبول کنند. گفت اگه نمیدونم چقدر خوب است این راست است رو کنید. بعد گفت وقتی که دیگر ما تن ندادیم ما قبول نکردیم همین دین اسلام را، بعد یک شخص گفت از همون شیشانی و همون جنگاور بود و شاید عقیده‌ش هم خوب بود، گفت اگر من خودم تنها میرم اگر اونها دین اسلام را قبول نکنن بگذار من پاره کنم. گفتم برای چی میری؟ گفت که به خاطر اون که اونها همزبان ما هستن، من دلم برای اونها میسوزه به خاطر که خیلی دوزخ در نروم. گفته همین کار کرد. راستی بعد دیگه که همون منم خیلی در همین فکر زدم وقتی میبینم این مشکلی که از من برای شما گفتم منم خیلی درد میدارد که فارسی زبانی ما این چیزا میگه. ما هم که دیگه در روسیه بعضی یکم وقت شد میگم من همزبانه شما خودشون از این برآمده ایستادن و بد اخلاق شدیم ایستادن. به همین خاطر من راستی خیلی زیغ میشم. ولی من حق دارم در باره این چیز مقصد و افتاده شدم. من که ملتگرو نیستم، من همه ملت ها برایم یک عرب و مقصد فارس و دیگر روس، ولی تاریخ هم که یک است. راستی من حق دارم در باره این چیز دلسوزی کنم یا نه؟ بله چرا نه. ما بارها گفتیم، اینو یک بار دیگه تاکید بکنم، ما مشکل با ملت ایران نداریم. ملت ایران خودش اسیر این نظام است. سرزمین ایران سرزمین اسلام است، سرزمین اهل سنت است، سرزمین امام مسلم، امام ابو داود، امام فخر رازی، سرزمین علم و دانش و سرزمین فرهنگ و سرزمین علمای تفسیر و حدیث و علم و نجوم و فلک و شعر و عرفان و خلاصه ادبیات و هر چی که بخواید. ما با سرزمین ها مشکل نداریم، ما با ملت ها مشکل نداریم. امروز حکومتی که این ملت را اسیر گرفته، شما ببینید الان ایرانی میره از ایران مهاجر میشه در آمریکا و اروپا، پاش که به اونجا میرسه چرا میره مسیحی میشه؟ چرا میره بیدین میشه؟ چرا میره قرآن رو آتش میزنه؟ چرا؟ چون 40 سال دین را وارونه به اینها فهماندن، 40 سال به نام دین بر اینها ظلم و ستم کردن. ما چرا اصلا که ما اگر خوشحال بشیم از این که ملت ایران کشته بشن، خانه هاشون خراب بشه، شهرهاشون نابود بشه، ما مسلمان نیستیم کسی این فکر رو داشته باشه. همدلی با ملت ایران، همدلی با تک تک مردم ایران این وظیفه ایمانی ماست. مشکل ما با نظامی است که مردم ایران هم اسیرن به دست اونها. تشکر از شما برادر.
زنده باشید، سلامت باشید. اما مشکل در این است که بعضی خلط میکنن، فکر میکنن که ما دشمن مردم ایران، دشمن سرزمین ایران هستیم. این اشتباس، این فکر غلط اینهاست. بعضیشون، من بعضی کامنت ها رو حتی دیدم در زیر بعضی از کلیپ ها، طرف اصلا کلیپ رو نشنیده، هیچ نشنیده، گوش نکرده، آمده تق کامنت زیرش گذاشته شما فلان هستید. بابا جان یک بار گوش کن، یک بار. اگر گوش نمی کنی کامنت نده، چون هر حرفی که اینجا غلط میذاری فردا پیش الله سبحانه و تعالی پاسخگو هستی. بر صورت دوست عزیز، سبب گمراهی بعضی از مسلمان هایی که در غرب مهاجر شدن، چرا مثلا از اکثر کشورهای عربی وقتی که مردم مهاجر میشن به اروپا و آمریکا، مراکز اسلامی درست میکنن، مساجد درست میکنن، فرزندان خوب تربیت میکنن، یک نسل مسلمان مؤمن دعوتگر میشن، مردم اونجا رو به اسلام دعوت میکنن. ایرانی و افغانی ما تا پاش به اونجا میرسه ملحد میشه، مسیحی میشه، فاسق میشه، شرابخور میشه، زناکار میشه. چرا؟ دلیلش این است، اولا ملت‌های ما از دین بیخبرن. چند درصد اینایی که رفتن اونجا گمراه شدن یک بار در زندگیشون قرآن را از اول تا آخر با ترجمه خواندن؟ صفر. چند تای از اینها مثلا بخاری و مسلم رو یک بار با ترجمهش خواندن؟ صفر. چند تای از اینها زندگی اسلامی داشتن، یعنی با تربیت اسلامی تربیت شدن؟ هیچ. بلکه به نام دین بر اینها ظلم شده. طرف میاد بر اینها به نام نظام ولایت فقیه، یعنی چی؟ یعنی ولی فقیه جانشین امام زمان است، امام زمان جانشین پیغمبر است و این کسی که امروز ولی فقیه هست، این نماینده خدا در روی زمین است. کسی که با این مخالفت کرد بهش میگن محارب در ایران. محارب چی؟ یعنی الذین یحاربون الله و رسوله، کسانی که با الله و رسول می جنگن. اینها به نام ولایت، به نام نمایندگی از خدا، به نام به اصطلاح نماینده خدا بر روی زمین، به نام اسلام بر مردم ظلم و ستم میکنن. و این طرف که یگویی آزاد میشه از این زندان، فکر میکنه هر چه زجری که کشیده سببش قرآن است، میره قرآن را آتیش میزنه. فکر میکنه هر زجری که کشیده سببش اسلام است، میره با اسلام دشمن میشه. بدبختی در اینجاست برادر عزیز. بله بیننده گرامی بفرمایید. بیننده گرامی از افغانستان بفرمایید. بله سلام، خوب هستید؟ ببخشید من از افغانستان و داماد شدیم از کابل زیبا. میخواستم براتون بگم که در برنامه‌تان علاوه بر موضوعات که در ایران می‌بینیم از افغانستان نیز بگوین، بخاطر که کشورهای اسلامی کلش یکی است و کلش زیر اشغال همین کشور امریکا می باشید. اگر به اجازهتون باشه یک چند مسائل درباره همین اوضاع افغانستان در گذشته می‌خواستم بیان کنم. بفرمایید. وقتی که ما از بدیوی طالبان میگیم، درست است که نام ها که کامل نیستن، یا درست است که همین حکومتشون حکومت کامل نمی باشه. بله. اما مثل وقت جمهوریت یا در وقت اشغال میری امریکا، میری شما وقت پی میبردین که آیا همین طالب مردم افغانستان ترجیح میده یا همون اشغال امریکا رو مردم افغانستان ترجیح میده. اونجوری که من خودم یک زن هستم، من پنجم نیمه موندم، مکتب دخترم من شدم، من از طالبات طرفداری نمیکنم، ولی اینها هزارها مرتبه از اشغال امریکا کردن، بسیار خوب هستن. بخاطر که ما اینجا خودمون میاد اوضاع کشور میبینیم، این چشم داشت خودمون هست در کشور که میبینیم. وقتی که شما اگر در اون وقت جمهوریت در افغانستان میبینین، میفهم که از اوضاع افغانستان همگی آگاه بودن در وقت، ولی شنیدن کی بود مانند دیدن. این موسسایی را که امریکا در افغانستان جور کرد، چقدر زنها را بیراه ساخت. به خاطر همین گل‌هایی که دلاری به افغانستان میداد، به زنها میداد، اینها رو در مؤسسات استخدام میکردن. چی فجایع و چی کارهایی را که سر زنهای افغانستان نمیکردن و مردم هم به خاطر همین چند صد دلار هیچ گنگه شده بودن، اصلا صدای از اینها نمی‌آمد و دومش بی‌جوبی را اینها به اوجش رسانده بودن.
افغانستان که از یک ملت اطرافی، یک ملت دینی می باشه که به ایجابی و چیزا در این رول نداره، ولی اینها ملت افغانستان به دو حصه تقسیم کرده بودن و خصوص کابل. یکی به نام مود فیشن این دخترها را بدرا کرده بودن و خانواده را به دو قسمت تبدیل کرده بودن. یکی خانواده‌ای که بسیار خانواده مدرن هستند، اینها کسان بودن که هر کار میکردن، هر لباس خراب میپوشیدن، اینها خانواده مدرن بودن. اما اگر کسی ایجاب رعایت میکرد، این خانواده پس رفته و یا دهاتی تقسیم کرده بود. درست. و دخترها را به خاطر که مؤسسات استخدام میکرد 500 افغانی در روز خراب میپوشیدن، به خاطر که دیگر دخترای مسلمان، دیگر دختر افغان از او یاد بگیرن. اوج فساد، رشوت، خودی دنیا ببینن. همه این دست، همه شب یلداست، همه نوروز است، رقصه ها میرقصید. الان آریانا برقص وقت به خاطر چی؟ به خاطر که الان اید است، اید خویی نیست که در افغانستان کار جور کرده بودن. اگر از این ظلم و ستم فجایع امریکا بویم در افغانستان، واقعا آدم بغض میگیرد که سرزمین طالبا فعلا شکل میکشن. ببخشید وقتان زیاد گرفتم و میخوایم درباره مسائل افغانستان نیست بیانات داشته باشیم. تشکر از شما. زنده باشید. تشکر میکنم از این خواهر گرامی. بله، ما بارها برنامه داشتیم در مورد موضوعات افغانستان، حتی در شبکه به عنوان قلب آسیا یک ویژه برنامه‌ای داشتیم من روز جمعه در مورد مسائل افغانستان. در این شکی نیست که امروز حکومتی که در افغانستان هست، امارت اسلامی، حکومت طالبان، به مراتب بهتر از نظام جمهوری که توسط 4 تا دزد وطن فروش بی‌ناموس بی غیرت در اونجا اداره میشد و مردم رو به طرف فحشا و فساد و گمراهی میکشاندن. یعنی شما فقط کافی از نگاه مالی، بقیه‌اش رو بگذارید کنار، از نگاه مالی ببینید که امروز کل افغانستان رو همین حکومت به وسیله عواید گمرک و مالیات هایی که بر تجار و بر کسب کارا تعیین کردن که خیلی کمتر از اون رشوت ها و از اون خورد و برد هایی که در حکومت سابق بود. کل حکومت میچرخه، کل ملت رو دارن میچرخانن. مشکلات هست، سختی ها هست، اما سبب اینا نیستن. سبب معاصره اقتصادی است، سبب به رسمیت نشناختن حکومت است، سبب مشکلاتی است که جهان غرب ایجاد کردن و از این واقعیت ها نباید بگذریم. حالا باید ببینید که یک سر و صدایی که در میاد شما از طالبان طرفداری کردید، بیارید یکی بهتر از اینا رو نشون بدید. همینای تنظیمای جهادی، همین رهبرای جهادی، همین کسایی که بودن قبل از این، مگر افغانستان همینا با آمریکایی‌ها نفروختن؟ مگر در بن نرفتن همینا امضا نکردن؟ مگر همینا این وطن رو، ملت رو در اختیار ISAF و ناتو و آمریکا قرار ندادن؟ مگر اینا عزت و شرف و وطن و دین و ناموسشون در اختیار بیگانه قرار ندادن؟ و امروز با همون پولهایی رو که حق مردم مظلوم و بیچاره رو که دزدیدن، امروز در خارج برای خودشان تجارت و قصر و آرگاه و بارگاه و ماشین‌های آنچنانی دارن. و انشاءالله در برنامه‌های بعدی حتما ویژه برنامه‌ای در مورد افغانستان هم خواهیم داشت. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید. استاد مهربان، خواستیم در مورد اشاره داشته باشیم و حدی داشته باشیم. خداوند تبارک الله جل جلاله در آیه می‌فرماید در سوره مائده: و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. یعنی هرگاه مطابق آیاتی که الله نازل کرده بر انسان‌ها و ما مسلمان‌ها حکم نکند، آنها آن گروه کافرند. لطفاً در این باره امروز در کشور اسلامی ما به رخ میده در این موضوع یک بحثی داشته باشید. سلامت باشید استاد عزیز. باشه، چشم. تشکر از شما. ببینید، ما در دین مبین اسلام آیه که عزیزم ذکر کردم: و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون،
و در جای دیگه میگه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. کسانی که به ما انزل الله حکم نمی کنن اونا کافر هستن، ظالم هستن، فاسق هستن. در قرآن کریم در سوره اولین آیه که کافرون میگه در سوره مائده آیه 44 است، ظالمون در سوره مائده آیه 45 است و فاسقون در آیه 47 سوره مائده است. کافرون، ظالمون، فاسقون. کافر که میدونید همه کافر، ظالمین این الشرک لظلم عظیم، مشرکین یعنی، و فاسقین انسان‌های فاسق، مسلمان است، مؤمن است اما فاسق است. تعدد حکم بر کسانی که به ما انزل الله حکم نمی کنند در 3 آیه نشانده این است که گاهی اوقات به غیر ما انزل الله حکم کردن با انکار آیه قرآن و انکار حکم الهی و انکار دستور الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم مترادف با کفر است. انسان رو از دایره دین خارج میکنه. گاهی اوقات آغشته کردن حکم الله سبحانه و تعالی یا گرفتن حکم الله سبحانه و تعالی از طرق غیر مشروع. به طور مثال در پارلمان عده‌ای جمع میشوند و میگویند که میگویند که بنابر آیه قرآن کریم انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام من عمل شیطان، بر اساس همین آیه قرآن و بر اساس احادیث رسول الله شراب حرام است. چند نفر به حرام بودن شراب رأی میدن؟ در این پارلمان 300 نفر هستند، 299 نفرش دستشون رو بلند میکنن رأی میدن. این عمل یک عمل شرکی است. چرا عمل شرکی است؟ بعضی شاید بگن که خب در این چه اشکالی داره، چه کار خوبی شد حکم شراب اومدن در پارلمان همه تصویب کردن برای اینکه ولو اینکه هر 300 نفرش هم رأی موافق بده در اینکه شراب در این جامعه باید حرام باشه. همین کار خود شرک است. چرا؟ آوردن حکم الله سبحانه و تعالی در معرض رأیگیری انسانها قرار دادن و رأیگیری کردن بر حکم الله سبحانه و تعالی، این مخالف با دین است، شرک است، کفر است، انسان را از دایره اسلام خارج میکنه. چرا؟ مؤمن واقعی، مسلمان واقعی کسی است که وقتی که حکم الله سبحانه و تعالی نازل میشه بدون چون و چرا تسلیم میشه، میپذیره. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. بر هیچ زن و مرد مسلمان جایز نیست که الله متعال وقتی حکمی رو صادر میکنه ما از پیش خودمون رأی و نظری داشته باشیم. مثل که امروز 4 تا روشن فکری که در اروپا و آمریکا رفتن خواستن بعضی از افغانهای ما 2 روز رفته در اونجا یک کت شلوار پوشیده و نیکتایی پوشیده و ریش و سیبیلش تراشیده. بالا در مورد این حکم اسلام نظر من این است. تو کسی که در برای حکم اسلام نظر میدی؟ کسی که در مورد احکام الهی بگه نظر من این است، این اتوماتیک از دایره اسلام خارج میشه. آنچه که الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم میکنه بدون چون و چرا انسان باید بپذیره. بدون چون و چرا. اصلا هیچ حرفی در شیوه اجرا در مسائلی که در موارد اجرایی باشه رأی و نظر دادن اوکی، اما در مورد حکم کسی بیاد نظر بده نه. ما امروز می‌بینیم نظر در مورد حکم چی که آیات الهی رو تحریف میکنن به خاطر چی؟ که حالا اونجا رفتن یکمی روشن فکر شدن. و در آیه دیگه میگه که ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، فاسق هستن. ببینید همانطوری که ایمان مراتب داره کفر مراتب داره. بعضی همین آیه اول رو میگیرن ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، خلاص همه کافر شدن. کسی که اجرای حکم الهی رو هم نکرد کافر شد. حاکمی هست، شخصی هست، انسانی هست، این که مثلا این حکم الله هست قبول داره، این که این حکم فرض است، واجب است بر او از طرف الله و رسولش قبول داره، اما بنابر مسائلی عذری یا هر چیز دیگری اجرا نمیکنه.
آیا این رو هم تو میگی که کافر است، از دین خارج است؟ این دقیقاً منهج خوارج است. مرتکب گناه کبیره رو چی میگن؟ کافر میگن. فرق بین این که کسی حکم شراب رو انکار بکنه و فرق بین کسی که شراب بخوره زمین تا آسمان است. یک نفر زناکار است، مسلمان است؟ بله مسلمان است. شراب میخوره، مسلمان است؟ بله مسلمان است. دزدی میکنه، مسلمان است؟ بله مسلمان است. مادامی که به الله و رسولش ایمان داشته باشه مسلمان است. فاسق است، فاجر است، گناهکار است، اهل معصیت است. متاسفانه تکفیری های ما امروز فقط فمن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. یالله از دم تیغ همه عالم اسلام کافر است، همه حکومت ها کافرن، همه ملت ها کافرن، همه مسلمان ها کافر. چرا؟ فمن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. این تشدد است، افراط است. انکار و عمل نکردن دو موضوع کاملا جداگانه است. به خاطر همین در اینجا 3 مورد ذکر میشه: کافرون، ظالمون و فاسقون. و بعضی از اعمال انسان رو از دایره اسلام خارج نمیکنه و بعضی از اعمال انسان رو از دایره اسلام خارج میکنه. این رو فرقش رو متاسفانه خیلی از علما نمیدونن. حتی در مورد همین آیه که و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، علامه شنقیطی در اضواء البیان میگه که اختلف العلماء فی هذه الآیه الکریمه هل هی فی المسلمین او فی الکفار. حتی در بین علما میگه اختلاف است بر این که فمن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، آیا این در مورد مسلمان هاست یا در مورد کفار است. فروى عن شعبی انها فی المسلمین، امام شعبی میگه که در مورد مسلمین است. و روى عنها انها فی الیهود، بعضیا روایت کردن میگن در مورد یهود است. و طاووس میگه که ایضا میگه که در مورد مسلمین است. و میگه که ان المراد بالکفر فیها کفر دون الکفر، یعنی مراد در اینجا کفر دون الکفر است. حتی اگر یک شخصی حکم به ما انزل الله نکرد و حکم الله را انکار نکرد و حکم به ما انزل الله نکرد، به طور مثال در یک مسئله آیه قرآن گفته که این کار رو باید بکنید، اما این حاکم یا ولی امری که است یا رئیس جمهوری بر اساس قرآن حکم نکرد، بر اساس قانون مدنی حکم کرد. آیا این شخص از دایره اسلام خارج است؟ نه خیر، این شخص از دایره اسلام خارج نیست، چون انکار نکرده حکم الله و رسول رو. اما آیا این عمل یک عمل کفری است؟ بله یک عمل کفری است. این که انسان به غیر حکم الله سبحانه و تعالی، این عمل کفری است. اما آیا مرتکب این عمل خارج از اسلام میشه؟ در اینجا بدون قید و شرط شما نمیتونید کسی رو از اسلام خارج بکنید. کسی رو که تکفیر میکنی اتمام حجت باید بشه، باهاش صحبت بشه و شروطی که قبلا بارها در برنامه ها ذکر کردیم. طاووس رحمت الله علیه در مورد میگه که و انه لیس الکفر المخرج من المله، این کفر منظور اینجا کفر خارج از ملت نیست. گفتم در این مسائل علما بینشون اختلاف دارد که ابن عباس رضی الله تعالی عنهما در مورد این آیه میگه لیس الکفر الذی تذهبون الیه، این اون کفری نیست که شما در موردش فکر میکنید که مثلا مثل یهود و نصارا و مشرکین باشند. روان عنه ابن ابی حاتم و حاکم و قال صحیح علی شرط شیخین، این سخن رو ابن ابی حاتم و حاکم و غیره از ایشان نقل کردن. بر صورت این در مورد این، چون که خیلی روی زبان هاست، خاصا جوانکایی که تازه متاثر شدن از تکفیریا، شور بخوری بیاد در فیسبوک و در تیک تاک و در اینجا فمن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، از دم کل امت اسلامی 1.5 میلیارد مسلمان همه کافرن. این غلط هست و باید در مورد این مسئله انسان مطالعه بکنه و خارج کردن و تکفیر کردن مسلمان ها به شکل دست جمعی یا به عینی یک شخص رو به خاطر یک شبهه درست نیست. بیننده عزیز بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید.
سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بله. بله بفرمایید، لطفا صدای تلویزیون رو ببندید، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستین استاد محترم؟ بخیر هستین؟ صحتمند؟ سلامت باشید، زنده باشید. والا بعد از بسیار وقتا دیدم اتانه بسیار کوشش میکنم در تماس باشم که ایتان نمیشه. والا سلامت باشید، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. تماستون برقرار شده. بخیر باشین، زنده باشین. در رابطه با این موضوعتان میخواستم یک کم صحبت کنم. گفتم که بفرمایید. همین دوستا عزیزایی که برادر بسیار خدا مسلمان میگیرن، خدا بسیار با تقوا میگیرن و همیشه در مورد دین و قرآن و خدا و رسول صحبت میکنن. باز آدم در این وقتا که میبینیشان که چرا کم صحبت های ناقص میزنن در مورد کشور ایران و در مورد اسرائیل و این گپا. گفتم باش که دفعه بگویم ما که اینا رو من میبینم واقعا تاسف میکنم، خصوصا شیخ های ما، استاد های ما، یک تعداد کسایی که واقعا همشون از دین با خبر هستن، طرفداری کسایی را میکنن که میبینن همیشه با ضد اسلام، با ضد دین، با ضد قرآن، با ضد رسول با اینا چی میکنن، صحبت میکنن. باز اینا بازم طرفداری از اینا را میکنن. دیگه از خدا کنه که شما را همیشه هم قوت بده، قدرت بده که بتانین در مقابل از اینا استادکی کنین و اینا را افشا کنین برای مردم. سلامت باشید برادر. سلامت باشید، تشکر از شما. اینا همیشه یک لطف است، یک مرحمت است. همیشه برنامه‌هایتان میبینم واقعا امو ایمان آدم، امو وجدان آدم زنده میشه. سلامت باشید. خداوند همیشه شما را زنده داشته باشد. تلویزیونتان همین برنامه تان که همیشه یک دفاعی از اسلام است. سلامت باشید. برنامه حقیقی است. سلامت. دیگه خواستم یک دفعه بایدتان با تماس شم. تشکر از شما. بشم و برنامه تانم یک دفعه. سلامت باشید برادر. سلامت باشید، تشکر از شما. همیشه جور باشین، سلامت باشین. سلامت باشید. ایمان قوت همیشه زیادتر براتون بده خداوند که بتونین در مقابل رافضی‌ها و در مقابل کسایی که دین خراب میکنن، دین میخوان از بین ببرن و همیشه جنگشان فقط به خاطر اسلام است. دیگه میخوان اسلام از نابود بسازن. همیشه کامیاب باشین، موفق باشین. تشکر از شما برادر عزیز، زنده باشید. ما همیشه کوشش میکنیم که یک کمک بتونیم، خود نمیتونیم. حال مظلوم واقع شده تمام کسایی که برابر ای رافضی‌ها و ای بیدینا قرار دارن مظلوم واقع شدن، نمیتونن کدام کار کردن. خب این برنامه شماست که واقعا همه گیرد روشن میسازه. کسایی که واقعا قلب پاک دارن، واقعا برای دین اسلام میجنگن، یعنی برنامه شماست که پس تقویشان میکنه، ایمان و قوتشون زیاد میسازه. انشاءالله. خداوند همیشه شما رو سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر از شما برادر. ما همیشه دعا میکنیم که شما همونطور تندرست در مقابل از اینا استاد باشین. یک دفاع از طرف تمام مسلمانان شما هستین فعلا. یک چیزی که همگی شما را سعی میکنن، همگی به شما توجه دارن. دیگه ما فقط شما هستین و ما میبینیم شما را. سلامت باشید. بتونیم از هر نگاه، از هر طریق معرض میکنیم. تشکر از شما برادر عزیز. الله مطالب سن کنه. زنده باشید شما. زنده باشید. خدا نگهدار. خیر باشین. تشکر. خوش شدم. سلامت باشید. تشکر. تشکر از این برادر عزیز. تماس مستقیم بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله بفرمایید. تماس ما را وصل کنید که نامستان. وصل هستید شما در استودیو، صدا شما داره پخش میشه. بفرمایید. لطفاً صدای گیرنده رو ببندید. بله. صدای تلویزیون رو ببندید بیننده گرامی. شما دارید مستقیم با من صحبت میکنید. بله بفرمایید. تماس ما را وصل هستید شما در استودیو. من متاسفانه دوستان عزیزی که تماسشون برقرار میشه، ما اینجا کسی دیگری تلفن رو جواب نمیده. مستقیما در داخل استودیو من به تماسشون پاسخ میدم.
لطفاً به مجردی که تماستون برقرار شد صدای تلویزیونتون رو کاملا ببندید، چون صدا رو با تأخیر از طریق تلویزیون میشنوید و این مشکل ایجاد میکنه. بر صورت در تایید صحبت‌های دوست عزیزمون که بعضی از علما، بعضی از دعوتگران، بعضی از مسلمانان، مثلا امروز ساعت 12:24 بعد از علی اکبر رایف پور دوستان اگر نشون بده، این یکی از به اصطلاح مناظرین، یکی از مفکرین این نظام هست. چی میگه؟ امت امام علی علیه السلام در جمل جنگ را به ایشان تحمیل کردند و در صفین صلح را. الان جنگ بین آمریکا و اسرائیل و مثلا رژیم آخوندی است، چه ربطی به جمل و صفین داره؟ اما ببینید، من در شروع صحبت‌ها گفتم اینها دیدشون به امت اسلامی، به این جنگ ها، همه دید مذهبی، رافضی، باطنی، شرکی است. بعضی تا هنوز هم متوجه نمیشن. بعد چی میگه؟ نکته مهم اینجاست که ما اهل کوفه نیستیم، خودمان دهان ابو موسی اشعری ها را خرد خواهیم کرد. ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه، صحابی جلیل رسول الله صلی الله علیه و سلم، که گرد و غبار سم اسب، گرد و غبار کفش ابو موسی اشعری نه، گرد و غبار سم اسب ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه بر خمینی و خامنه‌ای و کلینی و مجلسی و همه سگ‌ها و الاغ‌های حوزه‌های علمیه شما شرف داره. گرد خاک سم اسب ابو موسی اشعری، خودش که هیچی. ببینید که عقده های مذهبی رو چگونه اینا در هر مناسبتی آشکار میکنن. عرض کردم خدمتتون اگر روزی اینا پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله رو گرفتن و وارد بیت المقدس شدن و بیت المقدس رو از دست یهود این آخوندها گرفتن، یقین بدانید که در اون روز بیت المقدس از اشغال یهود آزاد شده و به اشغال رافضی ها در آمده. هیچ چیزی تغییر نکرده. و گوشمان به صدای فرمانده است، چه برای جنگ چه برای صلح. تشکر میکنم من دوستان. و مشکل دیگری که دوست عزیزمونم بهش اشاره کردن، من صحبتی داشتم در هفته گذشته در برنامه در مورد موقف جماعت اخوان المسلمین در قضیه جنگ بین ایران و اسرائیل و تناقضی که در سطح رهبری اینها وجود داره. جماعت اخوان المسلمین بیانیه داد که ما 100% در کنار ایران هستیم و اخوان المسلمین سوریه بیانیه دادن که نه ما نیستیم، اعلان براءت کردن. یکیش یک چیز میگه، یکیش دیگه چیز میگه. و یکی از سران اخوان افغانستان آمده بود که هر کسی که در کنار حکومت ایران نیسته منافق است، دشمن دین است. مشکل جماعت‌های اسلامی، بعد بعضی از دوستان تماس گرفتن، بعضی از علما، بعضی از منتسبین به اخوان، که شما چرا در مورد اخوان این حرفا رو زدید؟ اولا اکثر این عزیزان که وقتی من حتی در خلال تماس‌ها ازشون پرسیدم که شما کلیپ من رو کامل دیدید؟ نه ندیدیم. خب کامل ببینید یک بار. بعد از اینکه کامل دیدن، بعضیشون پیام فرستادن معذرت می‌خوایم ما اشتباه برداشت کردیم. من در صحبت‌ها گفتم مشکل ما با مؤسسین اخوان، با علمای اخوان، با مجاهدین اخوان، با مفکرین اخوان، با دعوتگران اخوان، با کسانی که جانشون رو در راه دین اسلام، عقیده در اخوان، به نام اخوان، زیر پرچم اخوان فدا کردن، ما با اونها هیچ مشکلی نداریم. ملاحظات داریم، از امام صلی بنا گرفته رحمت الله علیه تا سید قطب رحمت الله علیه الی آخری، هیچ کدامشان معصوم نبودن، اشتباهاتشون رو داشتن و در مکان مناسب، جای مناسب وقتی که باشه انتقادمون رو میکنیم، اشتباهاتشون رو بیان میکنیم. همونطوری که من اشتباه کردم، علما اشتباه میکنن، دعوتگران اشتباه میکنن، تابعین اشتباه کردن، ائمه بزرگوار مذاهب اشتباه کردن، صحابه اشتباه کردن. هیچ کدام از ما معصوم نیستیم. غیر از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، همه امت، همه انسان ها امکان اشتباه و خطا و گناه دارن.
اما آیا وقتی نرسیده که مفکرین بزرگان این حزب، این جماعت و یا جماعت های دیگر اسلامی، اخوان مسلمین، جماعت اسلامی، جمعیت اسلام الی آخره، بیان یک بازنگری بکنن، بیان ببینن که بعد از 80 سال 90 سال از این همه فداکاری، این همه قربانی، این همه تلاش، این همه زحمت، نسلها از بین رفتن. نسل حسن البنا و سید قطب در زندانها، در زیر شکنجه ها از بین رفتن. نسل بعدی، نسل عبدالله عزام، نسل بن لادن، نسل های آینده که حالا وقتی که این اسما رو ذکر میکنیم به معنی نیست که ما اینها رو تایید میکنیم یا رد میکنیم. اینا منتسبین همین حرکت ها هستن. چند نسل کشته شدن، زندان رفتن، مهاجر شدن، در بدر شدن، از بین رفتن، تا هنوز هم همون شعارهای فریبنده، همون شعارهای زیبا، در ظاهرش زیبا. با من بارها گفتم و باز هم تکرار میکنم، هر حرکتی، هر تنظیمی، هر دعوتی، هر منهجی، هر راه و روشی که از 23 سال بیشتر دوام کرد و به هدف نرسید و نتیجه نداد، یک اکس بزرگ یا به قول عزیزان افغان یک چلیپا سرش بکشید. چرا؟ یکی از علمای بزرگوار گفت که چرا 23 سال؟ چرا این 23 سال رو چرا تعیین کردی تو؟ عرض کردم رسول الله صلی الله علیه و سلم از صفر شروع کردن، با دست خالی. نه فرشته ها آمدن با ایشان همکاری کردن، نه کدام پف و چف و دم کردن امت اصلاح شد. اسباب دنیوی همه چیز. حتی سفر هجرت رو ببینید، پیامبری که در یک شب الله متعال توسط براق میبره از مکه بیت المقدس آسمان هفتم، پس دوباره برمیگرده که جای خوابش هنوز سرد نشده. همین پروردگار نمیتونست یک براقی بیاره از مکه تا مدینه پیامبر رو برسانه و 18 شبانه روز در مسیر راه پیامبر این همه سختی نکشه؟ چون اگر اون کار میشد امروز من و تو به خاطر خدا هجرت نمیکردیم. گفتیم اون پیامبر بود، اسب براق بود که رساندش تا اونجا، ما که نمیتوانیم مثل پیامبر باشیم، به خاطر همین مینشستیم هجرت نمیکردیم. امروز مشعل راه ما، اسوه و الگوی ما رسول الله صلی الله علیه و سلم است، در هجرت، در جهاد، در مبارزه، در دعوت، در راه دعوت. فحش شنیدن، توهین شنیدن، همین انسان‌های که تربیت خانوادگیشون رو منعکس میکنن در همین 11-12 روز اخیر چه فحش‌هایی که نثار ما نکردن. اما چرا ما صبر میکنیم؟ چون از پیامبرمون یاد گرفتیم، از رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد گرفتیم که در پیامبری که بهش میگفتن محمد امین، بعد از اینکه دعوت رو شروع کرد بهش گفتن دزد، بهش گفتن نمیدونم دروغگو، بهش گفتن جادوگر، بهش گفتن نمیدونم فلان، تهمت هایی که بهش زدن، حتی تهمت ناموسی به همسرش زدن، تهمت زنا به همسرش زدن. این پیامبر همه اینا رو در راه دعوت متحمل شد، جهاد کرد، زخمی شد، یارانش به شهادت رسیدن، جلوی چشمش تیکه و پاره شدن. چرا همه این مشکلات رو پیامبر دید؟ چون که اسوه و الگوی ماست و ما فردا بهانه نکنیم والا پیامبر بود، ما که نمیتونیم مثل پیامبر باشیم. این پیامبر از صفر شروع کرد، با اسباب دنیوی در ظرف 23 سال نسلی رو تربیت کرد. کسایی که در زمان شروع دعوت پیامبر 1 ساله بودن، وقتی که پیامبر از دنیا رفت 23 سالشون بود. کسانی که در سال اول هجری به دنیا آمده بودن، پیامبر وقتی صلی الله علیه و سلم وفات کردن اونا به سن نوجوانی رسیده بودن. پس پیامبر یک نسلی رو تربیت کرد در 23 سال که بعد از پیامبر در ظرف 30 سال همه دنیا رو گرفتن. نسلی رو تربیت کرد که روزی که پیامبر وفات کرد، در اون روز سردار سرلشکر اسلام کی بود؟ اسامه بن زید، 19 سالش بود. یعنی در سال 5 بعثت به دنیا آمده بود. 19 سالش بود. حرکت اخوان المسلمین، جماعت اسلامی و این احزاب اسلامی که امروز خجالت میکشن، اصلا یک سدی است، یک خط قرمزی است که نباید از اینا انتقاد بشه، نباید اینا یکی از گمراهان منتسب به این سازمان، به این تنظیم اگر یک غلطی بکنه، کفری هم بگه، هر اشتباهی بکنه، تو حق نداری که رو
نقد بکنید؟ چه میکروبی است که من رو نمیتونم نقد بکنم؟ مردم احادیث پیامبر رو میان بررسی میکنن که صحیح است یا ضعیف است، اما این عضو محترم اخوان المسلمین کسی نباید بگه بالای چشم تبروز. در ظرف 23 سال پیامبر نسلی رو تربیت کرد که در ظرف 30 سال کل دنیا رو گرفتن. یک سر لشکر به پاریس رسیده بود، یک سر لشکر به چین رسیده بود، آفریقا رو گرفته بودن، یک سر لشکر هم به اسپانیا رسیده بود. حرف اول رو در دنیا میزدن مسلمان 30 سال بعد از وفات پیامبر. و حزب محترم ما تا 80 سال از تأسیسش میگذره. چی کار کردی از شعارهایی که دادی؟ چی رو عملی کردی؟ ما نمیگیم تو بدی، لکن بیا یک مراجعه بکن، منهج تو، راه تو، روش تو، ببین که خطا در کجاست. یک تاجر 1 سال که میگذره از تجارتش میاد همه در مغازه‌شو میبنده، در تجارتخانه‌شو میبنده، میاد یک حساب میکنه، جرد میکنه زندگیشو، مال و داراییشو، ببینه که در این 1 سال گذشته سود کرده یا ضرر کرده. اگر ضرر کرده بود میسنجه که کجا ضرر کرده، چی فروخته که ضرر کرده، چه اشتباهی انجام داده که ضرر کرده. آقا تنظیم اخوان المسلمین است یا جماعت اسلامی است یا فلان حزب است، فلان گروه هست، 80 سال، 70 سال، 90 سال نسل‌ها قربانی شدن، هنوز هم اینا همون منهج، همون روش، همون چیز هیچ تغییر نکرده. یک مراجعه بکن، یک بازنگری بکنید. آقا اساسنامه شما، نظام شما، تنظیم شما وحی منزل که از آسمان نیست. یک نفر 50 سال در حکومت کار میکنه بازنشسته میشه. آقا شما به سن 80 و 90 رسیدید، هنوزم مرشد عام، هنوزم رهبر، هنوزم رئیس. آقا برو کنار، بذار یک کسی دیگه به جای تو بیاد. همین تنظیمای اطراف خودمون رو ببینیم، تا که اسرائیل علیه السلام نیاد جان رهبر رو نگیره، این چسبیده است. یک رو چسب خاصی بود، الفی بهش میگفتن که میچسبید به چیز دیگه با امکان نبود کنده بشه. اینا چنان در کرسی ریاست و رهبری خودشون چسب الفی زدن، یا در ایران چسب دوقلو فکر کنم بهش میگفتن، چسبی زدن که دیگه اصلا جدا نمیشه تا که اسرائیل علیه السلام بیاد روحشو بگیره. بعد از اون یا پسرش جانشینش میشه یا دامادش جانشینش میشه، یکی از قوم و خویشش جانشینش میشه. تنظیمای ما رو ببین، ربانی مرد پسرش آمد، حکمتیار مرد پسرش میاد، سیاف مرد پسرش میاد، سنش به 70 و 80 سال رسیده بازنشست. بابا جان در افغانستان بازنشستگی رو تقاعدی میگن، شما سن تقاعدی ندارید، تمام بسته دیگه. نمیتوانید امروز نسل جدید رو شما نمیتوانید قیادت بکنید. مرام شما، اساسنامه‌های شما، حزب شما، گروه شما مال نسل گذشته است. زبان نسل جدید رو نمیفهمد. به خاطر همین نسل جدید من میره مشرک میشه، میره ملحد میشه، نسل جدید من میره لایک میشه، میره بیدین میشه. سبب شمایید، چون شما لغت شما هنوزم لغت 1 قرن پیش است. معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه رفت در یک قریه امام شد در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم. صحابی جلیل، حافظ قرآن، قاری قرآن. یک روز نگذشته بود، مردم قریه آمدن شکایت کردن پیش رسول الله. گفتن این کی رو فرستادی یا رسول الله؟ در نماز صبح رکعت اول سوره بقره رو میخونه، رکعت دوم سوره آل عمران. در به در کرد ما رو که معاذ فکر کرده بود که مردم اون قریه مانند اصحاب پیامبر هستن که در مسجد طرف سوره بقره رو کامل در یک رکعت میخوند، اینا خم به ابرو نمی آوردن، کیف میکردن. نه، مردم تازه مسلمان و ایمان صحابه رو نداشتن. میدونید پیامبر به معاذ چه گفت؟ افتان انت یا معاذ، ای معاذ تو فتنه انگیزی کردی، فتنه انگیز شدی. چون بعضی جاها خواندن قرآن سبب فتنه میشه، اگر در جای مناسب، مکان مناسب، اندازه مناسب، در مقابل مخاطب مناسب نباشه. نه آقا 1 قرن گذشته همان حساب و کتاب است، هیچ چیز تغییر نکرده. کوچکترین نقدی هم اگر بکنی، تو چرا نقد کردی؟ بله، ما هم فرزندان همین مکتب هستیم، ما هم فرزندان همین حزب هستیم، ما هم فرزندان همین جنبش های اسلامی هستیم، ما در همین مدارس تربیت شدیم، ما هم در مرگ عزیزانمان، بزرگانمان، رهبرانمان
اساتیدمان، دوستانمان، عزیزانمان که جانشان را در راه اعلای کلمت الله قربان کردن، ما هم اشک ریختیم، ما هم ناراحت هستیم. ما دشمن نیستیم. چرا هر کسی که از شما انتقاد کرد فکر میکنید دشمن شماست؟ بیایید یک بازنگری بکنید، بیایید یک تجدید بکنید. نه، در همین مسئله 11-12 روز جنگ ایران و اسرائیل، همین جنبش های اسلامی نشون دادن به امت اسلامی که اینا دچار بحران هویت هستن. تو بعد از 100 سال امروز جماعت اخوان المسلمین هنوزم از ایران تبعیت میکنه. جماعتی که باید مسلمان ها از این جماعت تبعیت بکنن. ما دلمان به خاطر این درد میکنه، ما ناراحت به خاطر این هستیم. انتقاد ما به خاطر دشمنی نیست. چرا باید جماعت های اسلامی تابع ایران باشن؟ یکی از دوستان نوشته بود که شما که میگید این طرف سوم باید باشیم، نه با اسرائیل نه با حکومت رافضی ایران، ما باید یک طرف، این طرف ثالث کی از کجا است؟ گفتم شما، من، تو، این، آن. همین احزاب ها و گروه های اسلامی، همین مکاتب فکری اسلامی، چرا شما طرف ثالث نیستید؟ چرا شما تبعیت میکنید؟ چرا شما مقلد نظام آخوندی هستید؟ چرا هنوزم یوغ بردگی آخوندها در گردن شماست؟ چرا شما استقلال ندارید؟ استقلال فکری ندارید، استقلال عملی ندارید، استقلال رأی ندارید. چند بار امت اسلامی رو قربانی کردید شما؟ در عراق امت اسلامی قربانی سیاست‌های غلط شما احزاب اسلامی شد. در سوریه همچنان، در مصر همچنان. شیخ یوسف قرضاوی رحمت الله علیه بعد از یک عمر که سبب شیعه شدن بیش از 5 میلیون مصری شد، آمد گفت که من اشتباه کردم. این اشتباه چه به درد ما میخوره؟ فردا روز قیامت در پیشگاه خداوند تو پاسخ میدی. بعد از 80 سال اومد گفت که آقا من اشتباه کردم. اشتباه تو سبب گمراهی 5 میلیون جوان مصری شد که شیعه شدن. همین شیخ یوسف قرضاوی مفکر عالم اخوان المسلمین آمد گفت که آقا من اشتباه کردم در مورد شیعه، در مورد روافض، در مورد حکومت ایران اشتباه کردم. امروز بزرگان اخوان چرا میپوشانن حرف ایشان را؟ چرا عمل نمیکنن؟ یعنی شما هم باید همون دردی رو که قرضاوی کشید شما هم بکشید، بعد از اون باور بکنید. بعد از اون که آمدن تک تک شما رو مثل مسلمانانی که در صنعا، در دمشق، در بغداد پشت در خانه‌شان آمدن به زناشون تجاوز کردن، ترورشون کردن، شکنجهشون کردن، زندانی. این بلا سر خودتون بیاد، بعد از اون شما بیدار میشید؟ وابستگی رسانه‌ای دارن، وابستگی منهجی دارن، وابستگی اعتقادی دارن، وابستگی حزبی دارن، وابستگی شخصی دارن. امروز احزاب اسلامی هم متاسفانه در همه چیز وابستن. در داخل حکومت ها ببینی وابسته حکومت ها، در بیرون ببینی وابسته ایرانن، وابسته اینن، وابسته اونن. استقلال رأی ندارن، استقلال فکر ندارن، استقلال منهج ندارن. جوان گمراه امروز، یک جوان سنی امروز بلند میشه، دین رو میفهمه، کدام طرف بره؟ اخوانی بشم، جماعت اسلامی برم، تحریری بشم، سلفی بشم، نمیدونم مدخلی بشم، کدوم طرف برم؟ مردم جوانهای ما رو گم کردن به سبب شما هستید. چون هر کدام از این حزبها، هر کدام از این فکرها رو ببینید صاحب یک منهجی که راه و روش اسلام ناب محمدی رو به مسلمان ها نشان بده نیستن. همشون در ذل و هوان تبعیت از ایران و غیر ایران دارن زندگی میکنن. پاسخگوی نیازهای جوانها نیستن. امروز اینا نتونستن یک طرف بشن در مشاکل امت اسلامی. بیش از 1.5 میلیارد ما سنی داریم در جهان. امروز ممثل اسلام و مسلمان ها در سطح جهان 4 تا آخونده مشرک است. چرا؟ چون متاسفانه حزب ما، علمای ما، دعوتگران ما یوغ تبعیت و بردگی و مقلدی آخوندها رو بگردن. مراجع تقلید
نظام آخوندی تنها مراجع تقلید شیعیان نیستن، متاسفانه مراجع تقلید اخوانی ها و تنظیم های اسلامی دیگر هم هستن. امروز گمشده امت اسلامی ما انسانهای مؤمن و آزادی است که فکرشون آزاد باشه، تبعیت نداشته باشن، برده نباشن، نه برده شرق باشن نه برده غرب. امت امروز در پی عزت است، در پی مجد است، در پی سربلندی است. امت داره دنبال اون گمشده خودش میگرده که یک وقت حرف اول رو در جهان ما میزدیم. چرا امروز باید من تابع باشم؟ چرا امروز برده باشم؟ چرا امروز باید من غل و زنجیر تبعیت نظام رافضی آخوندی ولایت فقیه بگردنم باشه؟ چون حزب من اینطوری میخواد؟ تقلید، تعصب، همین است که دچار فروپایی. باور کنید در پاکستان یک رقاصه ای آمد، مسرت شاهین بود فکر کنم اسمش، رقاصه آمد در مقابل کاندید جماعت اسلامی که مؤسسش مولانا ابوالعلا مودودی رحمت الله علیه است و بیش از 100 سال عمر داره جماعت اسلامی در پاکستان. مسرت شاهین یک رقاصه پاکستانی آمد در مقابل نماینده جماعت اسلامی در انتخابات خودش رو کاندید کرد. نماینده جماعت اسلامی انتخابات رو باخت، رقاصه برد. این به این معنی است که این حزب یک حزب شکست خورده است، تاریخ مصرفش گذشته است، تمام شده. هر چیزی امروز برید یک تاریخ مصرف داره. تاریخ مصرف شما هم گذشته. بگذارید امت رو به حال خودش. بس از این همه قربانی، بس از این همه شکنجه، بس از این همه ذلت و هوان و بدبختی که به سر امت آوردید. نتونستید در افغانستان بعد از بیش از 1 میلیون شهید، 1 میلیون قربانی ملت ما داد در افغانستان، شما اخوانی ها در افغانستان چیکار کردید؟ به نام حزب، به نام جمعیت، به نام اتحاد، به نام فلان، به نام علان به جان هم دیگه افتادید، تیکه پاره کردید هم دیگه رو. جهاد رو بدنام کردید، اسلام رو بدنام کردید. امروز مردم افغانستان از اسم مجاهد، از اسم تنظیم، از اسم شما بیزارند. به خاطر چی؟ نتونستید بعد از 70-80 سال یک نسلی رو تربیت بکنید که حداقل بتونن حکومت بکنن. اینا مشکل هویت دارن، مشکل منهج دارن. به خاطر همین اینها نمیتوانند قیادت امت اسلامی رو امروز به عهده بگیرن. بعدم که کوچکترین انتقادی ازشون کردی چنان برآشفته میشن که انگار دیدم در همین چند روز اخیر. باور کنید ما انتقاد از بعضی از شخصیت ها کردیم که منتسب به این حرکت هستن. چه تهمت هایی که به ما نزدن، چه فحش های ناموسی که ندادن. حرکتی که نتواند بعد از این همه زحمت به تو اخلاق برخورد با یک مخالف رو بیاموزد، این به درد چی میخوره این حرکت به این تنظیم؟ خدا کنه 100 ساله باشه، 80 ساله باشه. آخرین تماس رو میگیریم و بعد از اون از خدمت شما مرخص میشیم. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. انصاری صاحب خوب هستین جناب استاد؟ سلامت باشید، زنده باشید برادر عزیز. قربانتون. دیگه از جمله شاگردا بگوین، از جمله علاقمند بگوین. خوش میشم همیشه برنامه‌تون رو میبینم. سلامت باشید، بزرگوارید شما برادر عزیز. خوش میکنم، لطف میکنین. خیلی بینین از برنامه بسیار مفیدتان، خصوصا در دیار مسافرت آواز مبارک کنم میشنم و داشتایتان استفاده میکنین. سلامت باشید برادر عزیز، الله مطالب حفظ کنه شما رو. بخیر جناب استاد، یک پیشنهاد هم دارم، امیدوارم انشالله گستاخی نشود. بفرمایید. خب جهان اسلام قربان استاد جان بهتر میفهمید گرفتار یک مشکلات شده. متاسفانه از زمانی که حکومت خلفای راشدین سقوط کرد دیگه از اون روز تا حال ما شرایط خوب نداره. متاسفانه هر روز مشکلات ما زیاد شد و کم نیست. از جمله مسئله فرقه‌گرایی خصوصا متاسفانه بحث شیعه و سنی که شکل گرفت.
و همین دغدغه خصوصا جناب استاد هم بهتر میفهمین در میان محصولین و جوانا بسیار پر گفتگو است. خودم هم از اون جمله معلومه بودم که بسیار مرا درد میده وقتی که خدای ما یکی، قرآن ما یکی، پیامبر ما یکی، دین ما یکی، از قدر پیچ چرا متفاوت شد. خب مطالعه میکردم، میخواندم، میشنیدم، بالاخره به این نتیجه رسیدم که دستانه همه مشکلات سیاسی هست. عقیدتی نیست، دینی نیست، کلی بگویم مکتوبی نیست. این بر اساس برداشت‌ها در طول تاریخ درش اضافه شده. خودتان آن بهتر بود. ولله الحمد امروز به این نتیجه رسیدم که قرآن و سنت اجماع اصحاب راه حل است. قرآن در صدر معرف قرآن که خدا حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم صلی الله علیه بعد از او اصحاب پیامبر که شاگردای پیامبر بودن بر ما او را ترین کردن، تربیه کردن تا بر ما نشان میده اینی قرآن، اینی هم انسانای تربیه شده ایش که هر کدامشون ماشاءالله از حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه شروع تا خردترین صحابهش، چی بسا برسه سیدنا علی باشد، چی بسا برسه سیدنا حضرت امیر معاویه رضی الله عنه باشد، همشان نور چشمای ما. جان یعنی من تو برداشت دارم که گفتار حضرت عمر رضی الله عنه است که اینی جا دیگه تا اینجا خوش شد مبحث ما اینجا استاد جان که کمک امرایتان موافق نیست. میفهم استاد جان درد دل داریم، میفهم چون به این رشته به این بخشی که شما هستین خصوصا شما مواجه امرای مردم های هستین، میبینم مباحثتان قزوینی هست و هاشمی ریا امثال هم میبینم متاسفانه بعضی از احادیث اوار تلبیس میکنن و به خورد مردم عوام میتن که خونه میفهمن تخصص نداره. درست. احادیث اسکی بخاری رو میان قطع میکنن و رو میارن به خورد مردم میتین حدیث صحیح بخاری. ما بستان شنیدیم از جناب برادر ما سید عقیل هاشمی پروردگار ازشان کنه از بارم میشنم ماشاءالله خدمت میکنیم تا یک زمان به این فکر بودم که تفرقه است، اما به این نتیجه رسیدیم نه تفرقه نیست بلکه پاککاری حق از باطل است. از خانه خب برادرای شیعه ما بگویم خودشان نمیخوانند اما کسایی که علمایش خدا میگن او علما متاسفانه تلبیس کردن به خاطر که میفهمن که داشته هایشان علمی نیست، داشته هایشان عقلی نیست، مجبور هستن تلبیس بکنن. از اون صدرشان تا امروز متاسفانه این کار را شروع کردن. پس ما ضرورت داریم، یعنی تو امثال شما امثال هاشمی صاحب پس ضرورت است که حق از باطل جدا بود. اما با قول حضرت عمر رضی الله عنه که اینجا استاد جان من پیشنهاد دارم فقط من حیث یک شنونده تان من حیث یک شاگردتان که دعوتگر خود یک دعوتگر خصوصا مسلمان هم دعوتگر است و هم هدایتگر است. من می‌بینم بعضی از دوستا که حتی حل سنت است شما صدقتان دقیق است، بعضی ها متاسفانه از نام دین دکانداری کرده، از نام دین امروز به قدرت رسیدن، سرمایه جور کردن، مشکلات داریم. اما متاسفانه یا دنبال روای خود دارن که وقتی شما بعضی از حقیقت ها را میگین من فکر میکنم که این حقیقت ها از مزاجشان بالاست. این منجر میشه که ایواز خیر برسه شر میرسه. به قول حضرت علی کرام الله وجهه که شر که نتیجهش خیر باشه و شر نیست خیر است، خیری که نتیجهش شر باشه خیر نیست شر است. من میفهم کارتان خیر است اما متاسفانه شر میرسه میان عوام. من فکر میکنم اگر تو مجالس خصوصی باشه و میان مردمای اهل فکر باشه گفتان پسندیده است، سر تاق بالاست و حقیقت از هیچ کس حقی ندارد و چیزی بگه ظلم میکنن، روح میگن، تلبیس میگن، این واقعیت است. اما در میان عوام متاسفانه فتنه ایجاد کرده. این حتی استاد جان شما خودتان بهتر میفهمید بعضیا به حد افراد کردن اگر در وضو کمک ما اشتباه بکنیم ایواز ما را نفیت
فتوای کفر میدن. کلا در سر ما نیست، نماز میخوانیم نصیحت ما بکنن فتوای کفر میدن. روزگار به این شده بازار ما گرم میشه استاد جان. اگر به می روند که روان باشیم با خصوصا ماشاءالله در موقعی که شما هستین استاد جان، من تو دید من احساس میکنم که با زمینی فتنه و زمینی بازار اونو امثال مردم ها که امروز برنامه اهل تکفیر میگن زمینه را به اونو واقع میکنن. و چی بسا برسه که برادرای شیعه را ما بتانیم اصل اسلام دعوت بکنیم. دیگه میقه گفتنی داشتم، امیدوار است تشکر از شما. که هدف مرا رسانده بودم. دقیقاً پیام شما رو گرفتیم، انشاءالله سعی میکنیم که استفاده بکنیم از صحبت‌های شما. تشکر برادر عزیز، الله مطالب است. خانه آباد انصاری صاحب، قربان دنیا مزدوزگی تان از جان استاد. دیگه پروردگار عزتان کنه با امید برنامه‌های بیشتر و بیشتر تان. سلامت باشید. تشکر. الله یار السلام نگهدار. علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنیم از شما برادر عزیز. ما یعنی حقیقتا عزیزانی که منتقد باشن، حتی پیام بفرستن، ایمیل بفرستن یا در تماس‌های برنامه‌های زنده بیان بکنن، هیچ ابایی نیست که ما سخن حق را قبول بکنیم. حق است ولو اینکه بر علیه ما باشد. و انتقاد سالم و سازنده رو یک انسان مؤمن و مسلمان، یک انسانی که در پی اصلاح و هدایت است باید قبول بکنیم. شاید بعضی از صحبت‌های ما برداشت‌های دو جانبه ازش شده باشه، اما اینکه آیا سبب تشدد و تکفیر و ترویج این فکر ما بودیم؟ والله این تکفیر از زمان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در بین امت اسلامی شروع شد و تا قیامت ادامه خواهد داشت الا ماشاءالله. و ما همیشه یعنی سعی کردیم که مردم رو به اعتدال و وسطیت دعوت بکنیم و صحبت‌هایی که انتقاداتی که من از فکر تکفیری داشتم، ویژه برنامه‌ای که داشتم تا به اندازه‌ای که در سال 2011-12 از طرف همین داعش کلیپ ویدیویی درست کردن، شاید دیده باشید، در وصال پخش کردیم. 2 تا کلاشینکوف هم گذاشته بودن و یکی از این آدم خوراشون هم آورده بودن و خلاص تهدید کردن که میایم گردن تو میزنیم و تو رو ذبح میکنیم و فلان میکنیم. اینا منتها حق است. انسان به خاطر بیان حق و حقیقت نباید بترسه. ما شعار ما این است که لا نخاف فی الله لومة لائم، از ملامت هیچ ملامتگری در بیان حق نمی ترسیم. بر صورت تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم با شما عزیزان در آن رویسه که همراه خواهیم بود، همه تان رو به پروردگار متعال میسپارم. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيل